سلام. این صدا شروع یه سفر تازه است. داشتم چند وقت پیش یک متنی میخوندم که توش نوشته بود از مسیرهای تاریک نترس. یکی قبل از تو از اینجا رد شده. خوش اومدید به جاگام. جاگام جاییه برای قدم زدن توی مسیر زندگی. برای فکر کردن با هم. برای گاهی ایستادن و دوباره راه رفتن. من مسعود برودایی هستم و اینجا مسیر اول، گام اول. شلوار بند تلفن و یه سیگار برد شدی با سیگر سریال گنگ اومد میبینم آن شکفتن شادی را، پرواز بلند آدمیزادی را، آن جشن بزرگ روز ما اون چیزی هستیم که تولید میکنیم. بنابراین ما فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهمه ولی بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی ما راجع به هزاران سال تاریخ حرف میزنیم، این فقط این نیست، این یک مسئولیتی هم بر گردن ما میذاره. با اون که ما چجوری اونو حالا بازسازی کنیم و چگونه اونو پیش ببریم. معرفی نامه. راستش مدت‌ها بود دلم می‌خواست یه جایی باشه که توش بشه راحت و بی تکلیف حرف زد. نه شبیه کلاس دانشگاه، نه مثل یه سخنرانی رسمی. یه جایی که بشه از دل یه اثر هنری رسید به یه سوال عمیق. از یه سکانس فیلم به خاطری از بچگی. از زندگی یه آدم به ایده‌ای برای زیستن. ما دور هم جمع شدیم تا چنین فضایی بسازیم. یه پادکست که از یه موضوع شروع میکنه و به خیلی چیزای دیگه هم سر میزنه. مهمتر از همه، آدم‌هایی که تو مسیرشون رد پا جا گذاشتن. بیشتر شبیه یه گفتگو کنار آتیش، وسط یه شب بلند و آروم. که به این سوالها برسیم. چطور یه آدم معمولی میتونه مسیرشو پیدا کنه؟ ترس واقعا مانع یا موتور محرکه؟ یه جمله هست که همیشه با منه. از بهرام. رپر یا رپ کن. من دارم بالا میافتم. سائق جوونه زد زمین ابر شد. آینه‌مو چرخوندم بارون تگرگ شد. چشنا نابلدای تن به آب زدن تو اشکی که تو چشای زمین جمع شد. من دارم بالا میافتم. من دارم بالا میافتم. من دارم بالا میافتم. من دارم بالا میافتم.
من نه ترسیدم، من ترس انگیزه میگیرم اصلا. با من واهمه ها طرف نزن، به ترس از هر چیزی که به سمتش میری، که این ترس نیست که تو رو داره میکشه عقب. نه من گم کردم مرز سیستم و آدم ها رو، ذهن تو بگرد پیدا میکنی ما رو، چون ما هممون تهش به فکر منفعتیم. پس باید بریزیم تو خودمون، ببندیم دهنا رو. تو هم وانمود کن به هر چیزی که نیستی، منم وانمود میکنم که باورت کردم اقلا اینجوری یه جایی تو ذهن هم داریم. پشت ویترینی که ساختیم از دروغ و فرهنگم ما له میزنن همه تو سطح شهر واسه یه مدرک، یه نشونه، یه دونه سند که بفهمن کیان و کجان و چی فکر میکنن قلبن راجع به هر چی که نمیفهمن. منم فکرامو کردم رفتم دورامو زدم، حرفمو میزنم بعدم میرم تهش به درک. اگه نمیترسی بدون داری میری سمت غلط، اگه نمیترسی بدون داری میری سمت غلط. اولش ضد و نقیضه نه؟ مگه میشه افتادن با بالا رفتن؟ ولی وقتی عمیق‌تر فکر میکنی میبینی شاید بهترین تعریف رشد همینه. وقتی میافتی و ازش عبور میکنی، یاد میگیری، میری جلو، اونجاست که بالا افتادن معنا پیدا میکنه. و اما ترس. شما از آینده میترسی؟ من همیشه از آینده میترسیدم. هنوزم از آینده میترسم. ولی یه چیزی فهمیدم. ترسی که جلوی رفتنت رو بگیره مانعه و ترسی که هلت بده به جلو میشه یه سوخت محرکه. و جاگام برای من و خیلی دیگه یه جوری راه رفتن وسط همین ترسه. با کنجکاوی، با سوال، با گام‌هایی که مسیرت رو روشن میکنه. چرا اسمش جاگامه؟ چند وقت پیش یکی از دوستام داشت داستانی رو تعریف میکرد که یه روز زمستونی با چند تا از دوستام رفته بودیم کوه. اولش مسیر آسون بود، اما کم کم زمین گلی شد و مه نشست و راهو گم کردیم. هیچ نشونه‌ای نبود. همون موقع یکی از بچه‌هایی که تجربه بیشتری داشت گفت: بچه‌ها، پاتونو بذارین جای پای من. اونجا امن‌تره. همون جمله یه چیزی رو تو ذهنم روشن کرد. توی مسیرهای سخت وقتی نمیدونی قدم بعدیت رو کجا بذاری، رد پای اونایی که قبل از تو رفتن میتونه نجات بخش باشه. جاگام یعنی جای پا. یعنی ردی که توی مسیر گذاشته میشه تا بقیه گم نشن. ما هم با همه تفاوتامون توی این مسیر حرکت میکنیم. هر کدوم با نگاه خودمون ولی در کنار هم. جاگام فقط درباره ما نیست. درباره اون معلمیه که الهام داده. درباره اون هنرمندیه که راه باز کرده. درباره اون آدم‌هایی که سخت رفتن ولی بازم ادامه دادن. ما فقط نمیخوایم از داوینچی و هوش مصنوعی و خیلی چیزای دیگه حرف بزنیم. میخوایم از نقاشی بگیم که عاشق بومش شده. از معلم ساده‌ای که عاشق گچ تختش شده. از نونوایی که عاشق خمیر نونش شده. جاگام فقط درباره هنر نیست، درباره مسیره. ما این مسیر رو با هم میریم، با پرسیدن، با شک کردن و با الهام گرفتن. جاگامو تو مسیرشن جا میذارم، زخمای راه رو قلبم خالی میذارم. با هر قدمی که بردارم زمین بلرزه، دنیا بسوزه ولی تو دلم همیشه دریا. کفشم پر از تاریخ، زیر گیوه هم خاک، خاطراتم بلنده، گذشته زیر پاهم پاک. جای پایم گم بشه اما قدمو زیباترن. هزار راه میرم اما روح من همین اطرافه. جاگام جای پای هر قدم یه افسانه، زندگی رو میچینم تو هر قدم پروانه. گام به گام دل به دل بره به سوی خورشید، هر راهی که برم تو دلم مثل خورشید.
که میذارم تصویر یه قصه است، گذشتم تو کتابه ولی قلبم هنوز مست. رو مسیر سخت که پا میذارم نفس میگیرم، پایانا برام شروعه، فریادم تو هوای پیرم. آسمون زیر پای من، زمین همدممه، هر جایی که پا بذارم یه نوای دل نرمه. تو گام‌های ظریف رویا در هوا پره، زندگی مثل یه رود همواره در جریانه. جاگام جای پای هر قدم یه افسانه، زندگی رو میچینم تو هر قدم پروانه. گام به گام دل به دل بره به سوی خورشید. خب وقتشه اولین قدممون رو با یه مهمون خاص برداریم. کسی که وقتی ازش میپرسی دقیقاً کارت چیه، نمیدونی باید اول بگه طراح، مشاور یا داور جشنواره‌های بین‌المللی. چون واقعاً همش هست و بیشتر از اینا. مهمون گام اولمون یاشار مشیری فره. فارغ التحصیل ارتباط تصویر و MBA. و این تازه یه گوشه از ماجراست. خب یاشار جان، یاشار 2 نقطه. یاشار 2 نقطه. اون مثل همیشه یاشار یه آدم، ولی اگه بخوام چیز بدم مثلا رزومه توری بگم، یه 10-15 سالی دیزاینر بودم، بعد البته بیشتر چیز بودم، دیزاینر جشنواره توری بودم، کارامو کسی قبول نداشت. بعد اومدم سمت برندینگ و مارکتینگ، همچنان هم دیزاین رو ادامه میدم، گهگاه طراحی دستی و چه میدونم زغال و مداد و اینجور چیزا. بعضی وقتا اگه شد باز هم همچنان بعضی چیز بینالا و 3 سالانه و اینا بعضی وقت کار میفرستم. ولی در کل الان بخوام خودم رو بگم، من مثلا چی تو مایه های طراح برند یا همچی چیزی، اسمشو نمیدونم چیه. کلا چی چیزی بود که احساس میکنی که اون موفقیتته؟ وقتی بهش فکر میکنی میگی این نقطه بود که من به موفقیت رسیدم. ببین تو ایران که کلا زنده بودن موفقیته. من همیشه میگم برو 40 سال رو تو ایران رد کردی، تو یعنی میتونی در جنگل‌های آفریقا هم زنده بمونی، یعنی شیر خودش از دست در میره. ولی موفقیت‌های بعدی، من اون چیزی که تو مسیر کاری میبینم، مسیری که دارم میرم قشنگه. کار ندارم ما به کجا میرسم، این مسیره رو من موفقیت میبینم، یعنی دارم میرم همچنان و زیاد زمین نمیخورم. شاید سرعتم کم و زیاد بشه ولی زمین نمیخورم زیاد، برای همین میتونم بگم که این مسیر رو درست میرم موفقیته برام. واقعا مهمترین چیز درست رفتنه. اولین تصویری که توی بچگی تو ذهنته، اون تصویر چیه؟ بعضیا میگن نمیدونم، من از 2 سالگیم 3 سالگیم خاطره میگم، برگا یادم میریزه، من واقعا یادم نیست. خب از وقتی خودم رو شناختم، مهمترین تصویری که یادمه توی بازار تبریز که بودیم، یعنی من تبریز بودم دیگه کلا، 3-4-5 سال اومدم تهران. تو بازار تبریز مامانم گذاشته بود دستمو گرفته بود، داشت راه میرفت، تازه فکر کنم راه میرفتم، من نمیدونم چند سالم، 5 سال 6 سال. آقا چادر یه زنه خورد به من 2 روز داشتم گریه میکردم که چرا چادر این خورده به من. خب این خیلی واضحه این خاطره برای من، یعنی قشنگ انگار همین الان داره اتفاق میفته و من زار میزنم. بعد اون دیگه هر تصویری بود اولیه اونه به نظر من. به این تصاویر ناواضح بی ربط تو ذهنم هست، مثلا شاید مثلا مال 3 سالگیمه 2 سالگیمه، ولی اونجوری که این یادمه هیچ کدوم یادم نیست. اصلا شاید نقطه عطف زندگی من بوده. اون چادر توی رشد تو تاثیر زیادی داشت. آره خیلی واقعا. زندگی رو بخوای توی 3 کلمه خلاصه کنی، اون 3 کلمه چیه؟ زندگی، خنده، دایورت و بیخیالی، بعد غیر قابل پیش بینی. تو مسیر شغلی تو چجوری پیش رفتی؟ مثلا اولین سال چی بود و به ترتیب چه اتفاقی افتاد؟ ببین من که رفتم هنرستان درس خوندم، من مامانم اینجوری بود که من معدلم خیلی خوب بود تو دبیرستان، مثلا یعنی به ریاضی و تجربه هم میرسید. مامانم اینجوری بود که گفت یا هنر میخونی یا درس نمیخونی. من تو رو بزرگ کردم میدونم دیگه چی نمیشی. آقا ما رفتیم هنرستان میلک تبریز ثبت نام کردیم، بعد رفتیم چه دیگه کلاس. اون موقع گرافیک و نقاشی و سینما بود، یعنی بازیگری بود.
ما رفتیم ببین نقاشی گرافیک، موندیم گرافیک رو انتخاب کردیم به پیشنهاد یک سری دوستان اساتید. اون موقع نمی‌دونستیم چی هست گرافیک مرافیک، مال اینجوری لاکچری نبود، مال درس نخونا بود. رفتیم و شروع کردیم. از اون موقع یعنی سال فکر کنم 78 اینا بود، 77 78 دقیق یادم نیست که وارد شدم. ولی بعد اون ببین قشنگ داشتم کار گل می‌کردم، مثلا نمی‌دونستم چیه. مثلا استادامون مثلا یهو میومد میگفت از کمپوزیسیون میگفت، اون دش این چی میگه، هی میگفت من نمیفهمیدم چی میگه. گفتم خب یعنی چی، خب الان این اینجاست یا اونجاست، چه فرقی داره. بعد اومدم دوره کارشناسی سال 2012 بود فکر کنم، 11 12. من یه دونه جشنواره اکوپلاکات 2 سالانه اکوپلاکات برگزار شد. من همینجوری شانسی اله‌بختکی اصلا نمیدونم چیزو کجا دیدم، فراخوانو. یه 2 تا کار فرستادم. آقا همزمان استاد سعیدی، مهدی سعیدی هم اون موقع اول شد، هیچ وقت یادم نمیره. موقع گلگلی جوونیاش باهار. بعد من اونجا 2 تا کار فرستاده بودم، هر 2 تا کارم توی 50 تا کار اول بود و من خودم نمیدونستم. همکلاسی اومد گفت شیرینی نمیدی. گفتم داده شیرینی چیه؟ عیسی صادقی بود اومد گفت شیرینی نمیدی. گفتم شیرینی چیه؟ اون جشنواره مشوره میرم. گفت بابا من اینجا چیز برگزیده شدی و فلان، کاتالوگش اومد دانلود کردم، سایت رسم استاد صادقی زد تو چیزشو. البته بعدن استادم شد تو ارشد، زد تو سایت رسم و اینا، توی رکون اصلا خبر رفت و فلان. اونجا شروع شد. یعنی از اونجا واقعا بعد من رفت رو مخم که چه جالب مثلا همچین چیزایی هست دیگه. شروع کردم جشنواره شرکت کردم. بعد اومدم مثلا با داریوش اللهیاری همکلاس شدم، رفیقیت صمیمی، بچه محلمون هم بود داریوش اللهیاری، فکر کنم دیزاینرها بشناسنش. بعد داور خیلی گلیه، خونه یکی بودیم باها. ارشد با اون همکلاس شدم و دیگه زدیم تو خط جشنواره. حاجی داریوش نگاه میکرد، تایید میداد، ما میرفتیم چی برای جایزه. یه مدت جایزه خوب بردیم. بعد دیگه چیز شد دیگه، اومدیم تو کار زندگی سخت بود و جشنواره رو بیخیال شدیم، دنبال کار افتادی. این کل مسیر حرفه‌ایم از این مدل شروع شد، یعنی از 2012 تقریبا شروع شد. من تو این چند سالی که دارم کار میکنم توی جشنواره شرکت نکردم. حالا دیگه نمیدونم درست بود غلط بود. به نظر تو کسایی که تازه وارد این حوزه میشن خوبه توی جشنواره شرکت کنن یا نه و چرا؟ ببین من جشنواره رو بیشتر برای کانکشن شرکت میکنم. مثلا من الان با دیزاینرهای یل دنیا در ارتباطم تو فیسبوک. فکر کنم 7 8 سال پیش بود با داریوش اللهیاری آلن لکورنک رو دعوت کردیم تبریز، نمیدونم جشنواره دهان و دندان روژین رو برگزار کردیم. خب ببین آلن لکورنک رو همه میشناسن، این آدم الکی با پرواز اکونومی پا نمیشه بیاد تبریز. با کوینپر فرانسه پاشه بیاد تبریز، یه روز 3 روز هتل بمونه، یه روز خونه من، 2 روز خونه داریوش، چه میدونم با پراید بیاد بره این ور اون ور. نمیکنه. خب ولی این آدم کرد. حتی ایرج میرزاعلی خانی بود، لادن خانومشون بود، اینا هم تو داوری بودن دیگه. ازش بپرسی میگه بهت بود اصلا یه خاکی. خب این از جشنواره اتفاق میفته. آقا من طراح که بعدن داور میشم، داریوش اللهیاری که اعتبار داره، جمع میشه میگیم آقا این آدمو بگیم بیاد، یارو پا میشه میاد. خب استفان بوندی هم بعد اون اومد یه دور تبریز، دانشگاه نبی اکرم دعوت کرد که اون موقع هم مثلا کانکشن بودیم، شناخت صحبت کردیم. ببین من به خاطر این روابطشی که شرکت میکنم بیشتر. ولی خب جوایزم مثلا ببین اون کسایی که اول کارشونه، من همیشه میگم بابا مثلا کالای جان باستیلیک و اینا رو که اگه ببینی یه سری کارهای نایفن که دقیقاً انگار بچه نقاشی کرده. خب ولی دیزاین جشنواره ها رو درو میکنه لامصب. من میگم اتفاقا اون وقتی که چیزی قید و بند کمپوزیسیون و ایتن و رنگ شناسی و این مزخرفات نیستی، کارت خیلی یونیک تره و احتمال داره جایزه ببره. الان شما مثلا برو جشنواره شمون رو نگاه کن. حالا من مثلا چیزو نمیگم، این جشنواره آلمانی و اینا رو نمیگم که مثلا خیلی خوب مثلا رو گرید بندی و اینا خیلی حساسن. تو برو شمون فرانسه رو نگاه کن، بینال اکوادور رو نگاه کن، بینال مکزیک رو نگاه کن و کارهایی که اول شده نگاه کن، همه‌شون فکر می‌کنی ترم 1 گرافیکن از نظر اجرا و اینا. ولی اون ناب بودنه، نایف بودنه که کل دیزاینرها درگیر این اینا. مثلا لکورنک میگفت به خدا من حاضرم تو مغزم هر چی هست رو بذارم کنار، اون ایده و خلاقیت بمونه، با همون خطی که بلد نیستم دیزاین کنم و جایزه ببرم. خب برای همین من پیشنهاد میکنم حتما بچهای به شرکت کردنش بابت این نیست که مقام میارم نمیارم، جایزه میگیرم نمیگیرم. خب این ارتباطات جهانی، آشنایی، مثلا ریکامندی که طرف میده، مثلا الان آلن لکورنک و
لخمایفسکی تو وبسایت شخصی من بری 2 تا کامنت برای من گذاشتن، یعنی تو فیسبوک ازش گرفتم، آلنم که برام ایمیل زد، گفتم یه نقد برای من بنویس. ببین نقد اون خیلی جذابه. توی یه پاراگرافی که لخمایفسکی برای من نوشته فهمیدم داستان چیه و من میتونم چه مدلی پیش برم. اینو نه تو دانشگاه بهت میگن، نه تو این مملکت درست بهت میگن، چون اون آدم با تعارف نداره، خودش هم یل دنیاست، اصلا مهم نیست تو رو بالا ببره یا پایین بیاره. خب تو پادگان میگن سرهنگ معمولا همیشه تشویقی میزنه، استوار و گروپانایی که خیلی پایین‌ترن فقط اضافه خدمت و زندان میزنن. خب شو اینم تو مایه‌های اون سرهنگ سرتیپ هست دیگه، اون مهم نیست، نمیترسه ازت که مثلا بگه که مثلا واو خیلی بدی خیلی خوبی، واقعیت رو میگه. و من برای این چیزها پیشنهاد میکنم که از همون اول که الان هم دیگه ماشاءالله اینترنت هست، همه جا فراخوان هست، آجی شرکت کنین، داخلی خارجی فرق نداره، روابط برای دیزاینر خیلی مهمه، حتی حداقل برای آموزش. من چیزی که شاید از ایرج میرزا علیخانی تو جشنواره‌ای که برگزار کردم با آلن لکورنه، چیزی که توی یه هفته تو اون جشنواره شاید از آلن و ایرج و لادن یاد گرفتم، تو کل ترم دانشگاه هم تو کلاس ایرج یاد نمیگرفتم بود دیگه، داشتم میدیدم دیگه. خب چیزی که اون تو رفاقت داره بهت یاد میده خیلی فرق داره. خاطره‌ای که با استاد ممیز مثلا برام تعریف میکنه که اون موقع اینو کارو کردی، اینو گفت، خب انگار ممیز بالا سرم و استاد داره اینو میگه دیگه بهم. برای همین من میگم آقا جشنواره فارغ از جایزه، قبول شدن، نشدن، اول شدن، آخر شدن، حتما شرکت کنین. ایمیلتون تو اون دیتابیس اون جشنواره باشه، هی باهاتون ارتباط بگیره، ببین دنیا چه خبره. من یه مشکلی که به خودم هم میگیرم اینه که این کانکشن برقرار کردنه. من توی کلاسایی که برگزار میکنم به بچه‌ها میگم که بچه‌ها شما اگه قراره یک حوزه یا فعالیت انجام بدید، اصلا توی گرافیک و حوزه هنری نه، توی هر چیزی دیگه، اصلا میخواید برید یک مغازه باز کنید، کانکشن برقرار کنید، کسب و کارتون بهتر میشه و ارتباطتون گسترده‌تر میشه. اصلا کسب و کار هیچی، اون دید هنریتون، اون ارتباطتون با افراد مختلف بهتر میشه. آره. من اینو از یکی از دوستام یاد گرفتم که معماری خونده. تو دوران دانشجوییش بود فکر کنم، به من گفت که بیبریم یکی از این همایش‌ها که راجب ساختمون سازی و اینجور چیزا بود. گفت که بیبریم، با هم رفتیم و اونجا اول همایش هیچ کس نمیشناخت. و جالبش این بود که زمانی که از اون همایش داشتیم می اومدیم بیرون، راحت 200 تا شماره رد و بدل کرده بود که بهترین افرادی که میتونی مثلا شماره‌شو داشته باشی همونجا ازشون گرفته بود. و اینکه این کانکشنه برای من خیلی جذاب بود که چجوری کانکشن گرفتنه، حالا چه تو دنیای واقعی چه توی لینکدین و سوشال مدیاهای مختلف. ببین یه چیزی بگم بهت، من به این خیلی اعتقاد دارم که بزرگترین قراردادهای کاری دنیا تو کافه پشت میز بسته شده یا تو استپ صحبت شده. اینو واقعا بهش ایمان و اعتقاد راسخ دارم، چون برای خودم هم پیش اومده ها. من وقتی که برای جلسه کاری میرم شاید 50-60% نمیگیره، ولی وقتی میرم با بچه قهوه خونه‌ای میشینیم، نمیدونم مافیا بازی میکنه چی، آقا این وسط مثلا یه الله بختکی یه پروژه ایمیل در اومد. بحث پروژه نیست، بحث اون اعتماد سازی تو کانکشن است. من وقتی با تو دارم صحبت میکنم قبل اینکه به کار فکر کنم دارم کاراکتر تو ارزیابی میکنم. خب مثلا طرف فهم میشه، مثلا من اونجوری یه ذره کاریزماتیک صحبت میکنم سر مافیا، میگه عجب کله شق خوبیه، مثلا این کار کیه، اصلا کار نداره ها، کار هنوز نمیدونه کارم چیه، اول فکر میکنم کله شقم خوبه، بعد میگم فلان چیزم، میگه حاج مثلا من تو نظام مهندسی ام، بعد میبینی یارو مثلا مدیرای کلفت اونجاست، بعد یه سر بهمون بزن، پا میشیم میریم اونجا. بعد یه چیزم بگم، این که میگن خودت باش، به نظر من یه چیز مزخرفه. تو نمیتونی کسی دیگه باشی، تو میتونی من باشی؟ نه، خودم هستم، ولی خودم رو کامل نشان نمیدم. من خودم رو کامل نشون میدم با هر کی در ارتباطم. شاید باورت نشه من با یک کسی، یه سری از افراد هیولای این کشور در ارتباطم. ببین هیولا میگم در سطح بزرگترین کارخونه دارای ایران جهان. خب چون مثلا در اسکیل کاله فکر کن، در اسکیل ماموت فکر کن، ولی همین مدلی صحبت میکنم. من خودم رو همیشه واضح به طرف نشون میدم. مثلا برمیگردم میگم که حاجی خرتم، خب مثلا دارم باش صحبت میکنم خیلی پایین، به خدا اینو یه جوری حال میکنم با من. ببین عید دیدنی میان خونه من، ماشینی که دم در برگای کل محل میریزه، این کی اومده خونه ای؟ خب
یا مثلا ببین عجیب غریبه، من پا میشم میرم کارخونه یارو، از دم ورودی یارو میگه بابا این کیه که با یارو شوخی داره، زنگ زده دم در میگه حاجی فلانی من دم درم، حاجی خرتم درو واکن. خب این کانکشن گیریه به دلیل چیه؟ به دلیلی که من به فکر کار نیستم با اینا، من به فکر یک زندگی ام که از اینا اولا یاد میگیرم، اینا افراد موفقن، من یاد میگیرم این چه مسیری رو رفته که اینجوری شده. دو، من میتونم روی این آدم تاثیر بذارم. اینکه گرافیستا میگن طرف کار نمیفهمه، ایراد میگیره، آرتیستی نمیدونه چیه، با مشکل از ماست. من دیزاینر اگه بلد باشم حرفمو به یارو قالب کنم، آقا تو هر جا هر کارخونه‌ای میگی من به من 2-3 ماه وقت بده با یک کانکشن از یک نفری اونجا، من ورود هم میکنم، یه جوری هم بهش آموزش میدم، فردا خرته میگه آقا اصلا من مدیر خلاقیت میخوام، کار ندارم خلاقیت تو چی میبینه ها، ولی این پرزنت 2-3 ماه هم اینجوریه. پس تو ورود میکنی رو شخصیت یارو، به عنوان یک هنرمند تأثیر میذاری، بهش میفهمونی داستان چیه. حالا چه تو چه همکارات در آینده درو میکنن، تو کاشتی دیگران خوردن. خب من کانکشن رو همیشه اینجوری دیدم و برای همین میگم کانکشن همه جا اتفاق میفته. من پایین شمیرم ول میگردم، ویدیو گرفتم اون روز، رفته بودم شوش تو ماشین بودی با دوست دخترم بودیم، بارون سنگین بارید، بعد ما دنبال معتاد بودیم بریم بشینیم پیشش دو دقیقه مثلا خوشو بش کنیم، معاشرت کنیم باش، ببینیم فضای اینا هم دنیاییه برای خودش، تو توهمن دیگه. بعد قشنگیش اینه که خب چون خیلی بارون بود پیدا نکردن، این خودش بر من یه ویدیو شد، گرفتم گفتم چه وضعیتی. یه روز اومدیم دوباره خب اینجاها رو گشتم برای توی دیزاینر، برای من دیزاینر مارکتر خیلی مهمه آجی. کف بازار، کف شوش، نصف شب مکان برای کانکشن ها که همه نباید دکتر باشن داداش، کانکشن همه نباید که تو کار خودت باشن. الان تو فکر کن یه گله دیزاینر، ببخشید چه گله میگم، ما خودمون بین خودمون یه گله دیزاینر نشستیم، یا داریم همدیگه رو میکوبیم، یا داریم میگیم تو بلد نیستی، یا میگیم کرلینگ این غلطه که سریف اون فونتت ایراد داره، یا اینجوری. خب مثلا 2000 اونجا چیزی برای آدم پیدا نمیشه، حتی آموزش. ولی جای دیگه که یارو نمیفهمه داری چی میگی، تو هم نمیفهمه اون چی میگه، 4 تا چیز من رد و بدل هست. پس کانکشن اگه اینجوری ببینی، تو رفتی مرکز معماری با 4 تا بساز بفروش رو صحبت کردی و فهمیدی آجی کارم خب تو اوناست دیگه، دیزاینر که نمیاد به تو پروژه بده، این هم مثلا 14 سال کارت ویزیت نداشتی به خودت طراحی کردی، به کسی که ندادی. خب الان خود رضا عابدینی هم بگی بیا طراحی کارت ویزیت کنم، شاید مثلا میگی که اوه خب سلیقه من نیست، کار من نیست، من نیستم. برای همین دیدم به کانکشن آجی اینجوریه، یعنی واقعا همه مدله، بدون ذهنیت این که من میخوام کانکشن بشم. بچه مدرسه رفیق میشیم، برای چی؟ 2 دقیقه بازی کنیم، 2 دقیقه بشینیم معاشرت کنیم، چرت و پرت بگیم بخندیم. این اون چیزیه که من از کانکشن دید دارم بهش. من چون که فیلمسازی هم خوندم و بعضی وقتا فیلمنامه هم می‌نویسم، یه فیلمنامه نویس یه چیزی گفته بود که فیلم‌ها زمانی مردن که نویسنده‌ها روی بالکنشون نشستن و قهوه‌شون رو خوردن و نشستن فیلمنامه نوشتن. فیلمنامه‌های خوب بود که میرفتن تو دل مردم، از دل مردم اطلاعات استخراج می‌کردن، داستان‌هایی که اتفاق می‌افتاد تو جامعه رو مینوشتن و اون داستان‌ها احساس می‌کردی خیلی بکرن، داستان‌ها باعث میشه به دلت بشینن. مثلا فیلمایی که توی 1980 تا 90 این احساس می‌کنی که بوی خیلی جذابی داره این فیلم‌ها، عطر و بوی خاصی داره. و فکر کنم سروش صحت بود که توی یکی از برنامه‌هاش میگفت که صحبت کردن با افراد یه نوع مطالعه است. واقعا وقتی با افراد مختلف صحبت میکنی احساس میکنی اطلاعات بیشتری داره بهت وارد میشه و مثل کتاب خوندن داره بهت اطلاعات داده میشه که میشه اینو توی کانکشن، توی زمانی که داری کانکشن برقرار میکنی، تو زمانی که داری ارتباط برقرار میکنی هم میتونی این آموزه رو به خودت اضافه کنی. ببین من یه مثال بزنم، کیارستمی اگه یادت باشه تست بازیگری میگرفت وسط در و دهات، هر چی فیلم داره تو در و دهاته، و هر یک جای پرت. خب چرا معروفه؟ چرا کارش درسته؟ با این آدم فهمیده این آدما رو، نابازیگر رو آورده گذاشته نقش اصلی یا در و دیواره، چرا قشنگ درست در میاد؟ این آدم کف و فهمیده، با اینکه خیلی هنری میسازه ها. اینو دارم میگم، درست پرزنت کرد. تو برو کف بازار داغون به یارو بگی کیارستمی میشناسه، این خیلی مهمه.
یه آرتیست رو طرف داره میشناسه. آقا واقعا ترکونده. آقا رضا کیانیان رو همه میشناسن، پرویز پرستویی رو همه میشناسن. خب کار نداره یارو بازیگر، اصلا بگی 4 تا فیلم ازش بگو نمیدونه. ولی این که کف خیابون طرف جهان پهلوان تختی، چرا جهان پهلوان داشت میرفت مدال، خیلی از اون بیشتر مدال دارن، میرفت کف قهوه خونه بدون بادیگارد مسخره بازی میشه درد چی، مثلا شوخی هم میکرد، 4 تا پسی هم بهش شد میزدن. خب کف خیابون بودن دلیلش به نظر من اینه، وگرنه که به قول تو مثلا الان اومده برای همین هنرجویی هی داره سمت لاکچری بودن میره دیگه. قهوه رو گذاشته دستش، سیگار لب دهنش، تو بالکن نشسته، اصلا داره بالا نگاه میکنه خلق الله، 4 تا کفتر رو پرنده میبینه، توهم میزنه، داره یه چیزی مینویسه. خب من نمیفهمم داری چی میگی داداش من. خب پس چرا بقیه رو میفهمم؟ مشکل ما واقعا تو این فهم جامعه واقعا سخته. آقا هنرمند وظیفش فهم جامعه است. هنرمند مگه قشر فرهیخته نیست؟ خب طبیعیه هیچکی مثل تو نباشه. اگه اونجوری بود که مملکت این نبود، فرهیخته بود همه. پیت موندریان میگه که یکی از کتاباش اسمش یادم رفت، کتابش میگه که جهان وقتی به تعادل برسه هنر از بین میره. خب عملاً داره میگه که هنر از بین نمیره، چون جهان هیچ وقت به تعادل نمیرسه. یه سری فرهیخته پایینن، یه سری گاگول بالا، یه مدت یه سری گاگول پایینن، یه سری فرهیخته بالا. خب این نمیشه تعادل ایجاد بشه. پس تو به عنوان هنرمند وظیفته و اون وظیفش نیست بیاد یاد بگیره هنر رو. تو باید هنر رو تزریق کنی. توش تزریق کجا اتفاق میفته؟ همون تو شوش، همون تو مولوی، همون تو پایین شهر تبریز، نمیدونم قخمتیش. خب اینجاها و هر کی هم گفتم مثال از هر آرتیستی بزنی، اونی که کف جامعه بوده خیلی موفق بوده. این دوره که کامی پیسارو اینا میرفتن کافه میلن روژ تو فرانسه، نزدیک 11 12 تا هیولای بزرگ نقاشی تو اون کافه بودن. ببین اصلا کافه است، کافه. و امپرسیونیسم مثلا از اونجا زاده شد. اصلا امپرسیون از اونجا زاده، بعدش کوبیسم ادامش از اونجا گرفت اومد بیرون. خب یه گوگن رو بخوام مثال بزنم، یارو بعد 40 سالگی اومد نقاشی کرد، بعد تلکون چی کاره بود داداش ما؟ پل سزان زیر پل داشت شوره های آب شور رو که افتاده بود رنگ شناسی میکرد. بابا هر کدومو بخوای نگاه کنی، هر آرتیستی هیولا همشون این مدلی بودن، یعنی اونی که خودشو جدا کرد درباری میشه، و وقتی که طراح یا هنرمند یا موزیسین یا فیلمساز درباری بشه، یه مدت بعدش در و دیواره، هیچ کی تحویلش نمیگیره. این کلیت اون چیزی که منم دیدم نسبت به اون بالکن و قهوه و اینا نویسندگی واقعا اونه. دمش گرم هر کی گفته. خب ما یه نفسی تازه میکنیم و شما یه بخشی گوش کنید، دوباره برمیگردیم. سلام، امروز میخوام شما رو با یکی از نویسندگان محبوب ایرانی در زمینه سفرنامه نویسی آشنا کنم. احتمالاً اسمش رو شنیدین. من اولین بار با این نویسنده سال اول دبیرستان آشنا شدم، زمانی که توی مدرسه یک کتاب خوش رنگ و لعاب طلایی رو دست یکی از دوستام دیدم. وقتی رفتم جلو و دیدم اسم کتاب مارکوپولوه، خیلی تعجب کردم و دوست داشتم بدونم که محتواش چیه و در ضمن چرا اینقدر ظاهر جذاب و شیک و بروزی داره. اما وقتی با اسم نویسنده کتاب روی جلد آشنا شدم، فهمیدم که این نویسنده همون مجری محبوب من توی برنامه شبانه رادیو 7. باید بگم که حتی فهرست این کتاب خیلی خلاقانه طراحی شده بود. متوجه شدم که آقای ثابتیان علاوه بر اینکه مجری و نویسنده هستن، خبرنگار و عکاس هم هستن. عکسای ایشون رو که مربوط به سفرشون میتونید در سرتاسر کتاباشون ببینید، خصوصا اینکه عکسای اولیه کتاب رنگی چاپ شدن و بسیار چشم نوازن و اینکه مارکوپولو اونقدر جذاب و خوندنی بود که خیلی زود به چاپ‌های بعدی رسید. سالهای بعد آثار دیگر از این نویسنده چاپ شد به نام‌های چاینانا، مارک دوپولو، برگ اضافی، استانبولی، دو دستی، بیزمستان. با یکی از بازیگران سرشناس کره گفتگو میکنم. بحث که به ایران میرسد اسم ایران را کنار کشورهای چون عراق و عربستان سعودی و امارات میبرد و من بلافاصله اعتراض میکنم که چطور ما را با آنها یکی میداند. همان غیرتی شدن همیشگی ما ایرانی ها. او پاسخ درستی میدهد. میگوید وقتی شما ژاپنی ها و چینی ها و کره ها و تایلندی ها رو یکی میدانید، به ما هم حق بده که چنین اشتباهی بکنیم.
بخشی که گوش کردیم معرفی کتاب بود با ستاره شریفی. حالا ادامه بحث رو ادامه میدیم. میخواستم یه چیزی بهت بگم یاشار جان که ما یه جایی بودیم که آقای کرمپور، مهدی کرمپور اومده بود، میشناسی؟ آره. اومده بود که میگفت که من سعی میکنم افراد مختلف رو میبینم و ببینم که این مثلا احساس کنم که کارش چیه، با این نوع پوشش، با این ترکیب صورت، با این کفشش و خیلی چیزای دیگه. من از وقتی که این دیالوگو شنیدم از ایشون، خیلی با مترو رفت و آمد میکنم، به چیزای مختلف فکر میکنم، به چیزای مختلف دقت میکنم. مثلا یه جای دیگه هم نوشته شده بود که کفش ها نشونی شخصیتن و هر کسی کفشی که میپوشه نوعی از شخصیتش در اون هست. من به جزئیات مختلف نگاه میکنم، مثلا نوع پوشش، از چه لباسی پوشیده، چه نوعی، چه رنگی، نوع مو، سیبیل و خیلی چیزای دیگه. مثلا بعضی وقتا فیلمنامه‌ای که می‌نویسم دنبال یه شخصیت میگردم واسش که چه جوری باشه. میرم تو مترو، اون شخصیت تو ذهنم هستش، میرم تو مترو و میبینم که کدوم فرد به این نقشه میخوره. وقتی که احساس کردم که این فرد به اون نقشه میخوره، بعضی وقتا یه بارم شده که حتی رفتم دنبال اون شخص ببینم که چه کارهایی انجام میده، نوع راه رفتنش، نوع صحبت کردنش با افراد، و همین رو نوشتم. و شاید یک زمانی نیاز بود که این فیلمو بسازم، از روی اون فرد اطلاعات میگیرم و شخصیتی که قرار اون بازی کنه اون تیپو بهش میدم. اینکه ببینی افراد مختلف چه رفتاری میکنن، چه نوع راه رفتنی و کوچکترین چیزهای مختلف، مثلا توی خیابون یه چیزی میبینی، اینکه دقت کنی به چیزهای مختلف، احساس میکنم توی گرافیک و تو هر حوزه هنری بهت کمک میکنه و الهام بگیری. ببین من یکی از جشنواره‌های 100 سالگی انقلاب مسکو من شرکت کردم سال 2017 بود فکر کنم، 1907 2017 یه همچین چیزی بود، 100 سالگیش. سرگئی سروف برگزار کرده بود. من تنها کسی بودم که، البته فقط من نبودم، مجید عباسی، استاد عباسی هم از کانادا کار فرستاده بود که اومد. ببین کار من بین 100 تا رفت، الانم تو وبسایتش هست و ببین فکر کن کسی مثل یوسی لمل رد شد کارش اونجا، یعنی در این حد ادعا داشتم توش. ایدهش از کجا اومد؟ مامانم بهم گفت شاید برگات بریزه. و الان بری تو وبسایتش نگاه کنی، سرگئی سروف زیرش اصلا یه چیزی نوشته با این داداش ما کلا تاریخ روسیه رو عمم بهتر بلده، با اینکه روس نیست. خب چون مامانم یه ایده داد آقا این کار بکن، اینو به نظرم اینجوریه. مثلا چیز مثلا همه در مورد لنین و استالین و از اینا طرح زده بودن. مامان من اومد گفت زن لنین پروپوسکایا، فامیلیش این بود، نادژدا پروپوسکایا، اینا میشناسی؟ گفتم نه. گفت در مورد اینم بخون، یه همچین زنی بود، اینجوری بود. آقا ما سوژه رو بستیم به پروپوسکایا و باورت نمیشه کار رفت بالا. خب هنوزم میگم تو وبسایتش هست، تو وبسایت رسمی. با اینکه با سرگئی سروف به شدت من به مشکل خوردم و فکر می‌کردم که اصلا حذف کنه از اونجا، ولی ایدهش از کجا من مامانم داد. کار ندارم تحصیلات داره نداره، وقتی آکادمیک هنر نمیدونه، بهترین کاری که من یوسی لمل رو هم رد کردم دیگه. من آرزومو از یوسی لمل امضا بگیرم. این بادم یه دونه 100 سال بهش قفل زدم تو فیسبوک، یه دونه برام نقد بنویسه سین میکنه جواب نمیده. بعد این آدم فکر کن مثلا من رفتم بالا، ایده رو مامانم داده بود. کف جامعه عجیب ایده هایی هست. یعنی تو باید بری مطالعه هم دقیقا همینه ها. نظرم در مورد مطالعه اینه 10% آموزش یا یاد گرفتن به نظر من از کتابه، 90% مطالعه صحبت، مباحثه است، نگاه کردن، گشتن، بعد نظر دادن، انتقاد شنیدن، انتقاد کردن. این آدمایی که مثلا سالها پیش که کتاب 2-3 جلد بیشتر نبود، انسان چجوری مطالعه میکرد؟ نقاشی دیدن، دیزاین نگاه کردن. حاجی صبح تا شب تو وبسایت‌ها دارن ول میگردن کارهای جدید، مثلا فلانی رو نگاه کن و برگام چه کرده، بعد بشین تحلیلش کن برای خودت. خب اینا مطالعه است، نگاه کردن مردم مطالعه است. تو فکر کن جامعه شناس چجوری مطالعه میکنه، روانشناس چجوری مطالعه میکنه. این آدم‌ها رو مطالعه میکنن. اصلا پزشک مرده رو تشریح میکنه،
باز میکنه ببینه چه خبره، خب میبینه، درک میکنه، لمس میکنه. وگرنه تو کتاب نوشتن مزخرفات یه ایکس ری بگیر از پایین تا بالا بگو اینه پزشک واقعا میتونه جراحی کنه؟ نه. 10% تو کتاب میخونه، بقیه رو میره مطالعه میکنه، موردی لمس میکنه، میبره، جر میده و میفهمه که آها این کبده، این کلیه است و میشه یه دکتر خوب. پس من به نظر من مطالعه روی انسان‌ها، حیوانات، اجتماع یه چیز عجیبیه که واقعا به نظر من با کتاب خوندن نمیاد. چون کتابی هم که کسی نوشته مطالعه کرده. یارو اومده مطالعه کرده روی انسان‌ها، یه کتاب جامعه شناسی نوشته، برگات میریزه. فلسفه هگل وقتی اومد نشست که کتاب نخونده بود، جایی نخونده بود، مطالعه کرده بود، افکارشو ریخته بود تو کتاب. خب پس همه اینجور چیزها ارسطو میشینه مطالعه میکنه، کتاب که نخونده، خودش مینوشت. بعد چیزایی که داره به اسکندر منتقل میکنه، اسکندر تو تاریخ زندگی شکست نمیخوره. یعنی استراتژی جنگ میچینه برای رو، مطالعه کرده آدم‌ها رو، سربازها رو، انقلاب‌ها رو، اجتماع‌ها رو و گفت آقا مسیرت اینه و اسکندر هرگز شکست نخورد. به این من میگم مطالعه. الان راجع به مطالعه صحبت کردیم، به نظر تحصیلات باید با اون کاری که انجام میدی یکی باشه یا نه؟ ببین من به تحصیلات زیاد اعتقاد ندارم. تحصیلات به نظر من تکمیلیه. مثلا کلمه تحصیلات تکمیلی جمله قشنگیه. تنها چیزی که فکر کنم قشنگه تو دانشگاه‌ها. ببین من یه کار رو دوست دارم، شروع میکنم. خب مثلا همین برق، من میگم واو این مثلا ساختار این چقدر قشنگ، برقیه، این مثلا بخار میکنه مثلا. خب میریزم زمین، نگاش میکنم، خب یه سری چیزا دستم میاد. بعدش واقعا باید یه چیزا یاد بگیرم در موردش و میرم دانشگاه، میشینم در موردش مطالعه میکنم، میخونم، یاد میگیرم. اتفاقا اینجوری تحصیل خیلی بیشتر حال میده، چون تو دنبال یه چیزی هستی، سوال برات پیش اومده رفتی. من همیشه میگم MBA و DBA باید اینجوری باشه که طرف مثلا 20 سال مدیر بوده، به یک سری مشکلات خورده تو کارش، نتونسته حل کنه، 20 سال، 10 سال، 5 سال اینا شده یه تلمبار، یه کتاب، اومده الان تو دانشگاه ببینه اینا رو چجوری باید حل کرد. یعنی روز اول که رفت تو دانشگاه اصلا کتابی نیست، این میگه استاد من این دردو دارم، اون میگه استاد من این دردو دارم. درک کرده، خب مدیریت کرده، خراب کرده، بلد نبوده، حالا با جون دل اومده یاد بگیره. پس اجباری نبوده دیگه، عشق کرده اومده یاد بگیره. خب به نظر من علمی کاربردی باید باشه. تو یه کار رو دوست داری، وقتی دوست داری میری میخونی. حالا تو دانشگاهش هم نمیری، آقا با 4 تا آدم فرهیخته میافتی، 4 تا از این میپرسه، 4 تا از اون، چه فرقی کرد؟ دانشگاه هم همینه دیگه، از 4 نفر چیزی یاد میگیری، میشه یه مدرکی بدون. اینجا مدرک نمیدن. اون یه هفته‌ای که آلن لکورنک تبریز بود، من انقدر ازش چیز یاد گرفتم، خدا شاهده تا دکترای گرافیک بهت نمیگن اینا رو. برگات میریخت مثلا یه چیزا رو از تجربیاتش میگه. سربازی الجزایر بوده اون موقع که الجزایر مستعمره فرانسه بود، سربازیش اونجا بوده، یه چیزایی از دیزاین یاد گرفته، برگ و بار نمیمونه برات. یارو رسم الخط عربی بلد اصلا نمیدونه داره چی مینویسه ولی مینویسه. خب و این آدم چیزی که داره بهت یاد میده فرقی نداره، چه اینو تو دانشگاه بهت بگه چه تو قهوه خونه بهت بگه، فرقی نداره، ولی تحصیلات حساب میشه. میدونی چی میگم؟ من گارد به این ندارم که طرف ریاضی خونده اومده هنر ادامه داده، ولی ناقص نباید باشه. مثلا تو من از هنرستان میرم کارشناسی لیسانس دارم، وسط ترمم دارم از مسکات صحبت میکنم، طرف زپرتی نابغه ریاضی بوده اومده عشق هنر داره، اومده نشسته تو هنرستان، تو دانشگاه کلاس من هنوز مبانی خط نمیدونه چیه. این من عقب میندازه. خب این اگر مدیریت بشه از نظر دانشگاهی، اون تو سطح خودش بره از اول اینا هم یاد بگیره دیگه، نه یا زرتی تو مقطع لیسانس با من. اوکی ریاضی رو فوق دکترا داری، مریم میرزاخانی، ولی خب نمیدونی ویولون چیه. کلاس موسیقی میاد نباید بشینی با منی که مثلا دارم آرپژ میزنم رو چیز تو پیانو. خب بری دوره خودتو بگذرونی، بیا یه جا با هم چیکار سینک بشی و بریم جلو. پس به نظر من تحصیلات این مدلی قشنگه و هیچ ربطی به داستان نداره، به شرط اینکه لول بندی ها تو تحصیلات یکی باشه. منی که تو کلاس نشستم مثلا نرم دیگه تو نمیدونم هم کلاسیم باشه مهدی فاتحی، اون که هیولای دیزاینه، من برم بشینم پیش اون هسته میشه چیزی یاد نمیگیره. من خیلی یاد میگیرم و اون یاد نمیگیره. خب این مسئله حل شده باشه، هیچ ربطی به تحصیلات و کار و چه میدونم. مگه این یارو مثلا هم چیزه نبود، این نقاشه که جلوی دانشگاه تهران میشه، سیانوز فیلمشو ساختن یه مدت، سیانوز جمشید مگه نبود؟ حاجی کار میزد، برگات میریخ. فرانس بیکن پیش این عددی نبود، یعنی اون نقاشی که اون میزد، سوادم نداشت، یه تخته هم تعطیل.
اون تحصیلات نداره، جلو دانشگاه تهران نشسته داره نقاشی میکنه، یارو میاد بیرون فوق لیسانس نقاشی برگ و بارش میریزه از رنگی که این ترکیب زده. خب ولی اگر اون به دانشگاه هم بخواند به نظر من خیلی موفق تر، 4 تا چیز جدید یاد میگیره. همه. من یه مشکل دیگه هم با دانشگاه دارم، اینه که زمانی که وارد دانشگاه میشی احساس میکنی که بعد دانشگاه وقتی میای بیرون همه اطلاعات رو داری و میتونی بهترین کارها رو انجام بدی، ولی وقتی کل دانشگاه تموم میشه احساس میکنی که نه، دانشگاه فقط 4 تا کلمه بهت یاد داده، 4 تا فرمول و اینجور چیزا که آقا خودت برو دنبالش اینی که یاد بگیری. وقتی وارد بازار کار میشی و وارد بازار حرفه‌ای میشی میفهمی که اون چیزایی که دانشگاه بهت یاد داده زیاد اون چیز پرباری نبود و فقط 4 تا کلمه بهت یاد داده. بعضی از دوستان گرافیکم که بیشتر باهاشون صحبت میکنم میگن که مثلا 4 تا کلمه انگلیسی بلدن و جای مختلف میذارن و فکر میکنن که دیگه استاد گرافیک شدن و بهشون میگن که آقا شما وقتی میخواید اون کلمات استفاده کنید اول ببینید که معنیش چیه، مفهومش چیه و بعد استفاده کنید. و بیشتر جمله‌هاشون به جای اینکه فارسی صحبت کنن انگلیسی صحبت میکنن، وسطاش فارسی صحبت میکنن. آره ببین اتفاقا در مورد این کلمات و قلم به سلم و اینا من خیلی میگم. ببین من تو همین برندینگ و مارکتینگ یالا خیلی کلمات نمیدونم یعنی چی. آقا خب نمیدونم، تو فکر کن من الان بیا همون رو اسپانیایی بهت بگم، تو هم معنیشو کاملا تو فارسی میدونی، خب گم میشی دیگه. تو میری دکتر، یه دکتری هست بهت میگه که آره مثلا پرژرت فلان چیزت نمیدونم ریتش فلانه، مثلا کیدنیت فلانه. یکی هم از این دکتر میگه داداش کلیت فشار، مثلا فشار خون تو بالاست، تو کلیت داره تاثیر میذاره. خب تو راحت‌تر میفهمی درد چیه، اونم همون دکتر است، کاری هم که کرده همونه، هیچ فرقی نداره. خب اینکه با این کلمات درگیر باشیم من مشکل دارم باش. ببین من با زبانش مشکل ندارم ها، زبان اشاره زبان بین المللیه، یه سری توی کلمات اینجا نمیتونی بفهمی اونجا بفهم، اصلا با درگیر زبان و اینا نیستم کلا. من میگم داداش بفهم داری چی میگی، دقیقا بدون داری چی میگی، قرارم نیست اصلا توضیح بدی بزرگوار، توی دیزاینت من ببینم اینو کافیه. من نزدیک 7 سال کتاب تعلیم خط استاد حبیب الله فضائلی رو مطالعه کردم. مطالعه که میگم فقط نخوندم، نشستم رونویسی کردم، اقلام سته، چه میدونم رقا ریحان، همه. به خدا که من الان بهم بگی که نوک وحشی قلم کجاست نمیدونم، نوک اهلیش کجاست نمیدونم، تو کتاب اینقدر خوندم یادم نیست. خب ولی الان بدی مینویسم بزرگوار. الان من کرنینگ وقتی انجام میدم، آره کرنینگ اصلا معنی فارسی نداره کرنینگ میگم، اون نامستر اصلا یه مدلی که توصیف نداره چه جوری، باید بفهمی کرنینگ چیه دقیقاً. که دمش گرم داروش اللهیاری اینو به من کاملا فهموند، رو کاغذ چند تا حرف نوشت. خب کرنینگ اینجوری، الان میبینی اینو خم کنی این میشه اینجوری، من دوزاری افتاده انگار خمیره حرف، اینو اینور اونور کنی داری کرنینگشو باهاش برمیری. خب به این میگن کرنینگ. و بگم مثلا من حالا کرنینگ رو مثلا اونجا دارم میبینم رو توضیح بده، خب نمیتونم، ولی تو دیزاینم دارم استفاده میکنم. خب میام چه میدونم یه دونه کار من برای چیز فرستاده بودم جشنواره شمون سال دوره قبلش که کلی هم به مشکل خوردیم، در مورد مهسا کار کرده بودم، اینجا رو دیوارمه تهران شهری برای همه، خدا نور خدا مهساست. خب بعد اینجا من از تعلیق کار کردم و این از تعلیق جور دیگری کار کرد، حاجی برای فرانسوی جذاب بود. حالا من 1000 مدل توضیح بدم نمیدونم خط اوج و فراز این فرود و فراز خط این چی ول کن. خب بعد اصلا خلاقیت یعنی داخل قانون نبودن، داخل چارچوب نبودن. من میگفتم آلله کورنک میگفت کاش مغزمو بذارن کنار فقط ایده و خلاقیت برام بمونه. بعد 72 سال که 72 سالش بود وقتی اومد تبریز، 71 سالش تولدش اونجا گرفتیم. بعد 71 سال که واقعا هم شاید زندگی هنریش 55 6 سال باشه ها، الان میگفت کاش تو مغزم هیچ چی نباشه، کلمات نباشه، بفهمم چه غلطی دارم میکنم. اصلا به قول تو فقط بگم قشنگه اینجا. آقا انسان اولی رو کار عالیش وقتی داشت نقاشی میکرد که نمیدونست کمپوزیشن چیه، رنگ چیه، رو 2 تا رنگ داشت و دوده درست کرده بود، داشت گوز میکشید برگ و بار میزه. من همونا رو الان دارم لوگو میکنم، همونا رو دارم ساین میکنم برای خودم. خب ولی این افه ها اصلا مرگ هر صنعتی افه است. ببین فقط دیزاین نیست، الان دکترای امروز رو نگاه کن، اگه مزخرفاتی میگن بهت اصلا نمیدونی داره چی میگه. بعد من دکتر محلم اون از غلامرضا صداش میکنه، غلامرضا یعنی با اسم کوچیک صدا میکنه، یارو
یا مثلا دکتر شهرآرا، من اسم کوچیکش نمیدونم که 2 تا فوق تخصص از آمریکا داره. 2 تا فوق تخصص این آدم داره. خب میره میشینه دفترش یک مدلی صحبت میکنه، اصلا فکر میکنه همه الان از کف خیابون بلند شده یارو. فکر کنم حداقل 10,000 تا عمل جراحی موفق مغز داشته این آدم تو زندگیش. کم نیست تا 39 اونقدر نداشته که این داره. خب بعد یارو کف خیابون معمولی دیگه، نمیگه مثلا بلاد پلژرت، فشار خونت بالاست داداش، زردچوبه بخور اوکی دیگه، آنالیز نمیکنه زردچوبه رو برات. بعد یه مقاله عظیم ISI جهانی در مورد زردچوبه داره، برگ و بارت میریزه اینا رو داره میگه. خب چه کاریه بیا مزخرفات بگی. بعد دکتر شهرآرا رو الان تو تبریز بگو، همه مردم تبریز سجده میکنن بهش. مگه فوق تخصص نیست یارو؟ 2 تا فوق تخصص داره. زبان انگلیسی رو بهتر از ترکی مادریش داره صحبت میکنه این آدم. آلمانی رو یه جوری صحبت میکنه خود هیتلر توش میمونه. فرانسوی رو الان صحبت کنه برگ و بارت میریزه. میگی این آدم از ناف کویمپر پاریس بلند شده اومده. خب ولی چی افه نداره یارو تو شغلش. بزرگترین سم از نظر من تو هر صنعتی، ببین مکانیک باشه، جوشکاری باشه، پزشکی باشه، دیزاین باشه، اینه که معنی کلمات رو نمیدونی و هی داری غیر و فلپاش درست میکنی. این میشه داستان. ولی نه، معنیشو بدون که به زبان سواحیلی صحبت کن، من باش مشکلی ندارم، ولی بدون داری چی میگی و بفهمون. داروش اللهیاری وقتی کرنینگو به من توضیح میداد روی کاغذ بهم توضیح داد درد چیه، تموم شد. الان من میدونم کرنینگ چیه. حالا کرنینگ به هر زبانی باشه، اصلا تو فکر کن من خودم ابداع کردم که تو بفهمی دارم چی میگم. یه کلمه قاعده است گذاشتیم که بفهمیم چی میگیم. خب این ژستا رفته هم داره بیشتر میشه. همون بدبختی یه چیز دیگه، هنر داره به سمت درباری میره، لامصب همه چی داره به سمت درباری میره. مکانیک درباری، پزشکی درباری، نقاشی درباری، قالیشویی درباری، اینا باعث میشه که هنرمند، اصلا صنعتگر، بذار قدیمی بگیم صنایع مستظرفه که میگفتن صنعتگر داره از کف جامعه جدا میشه، داره میره یک سمتی که به نظر من همون چیزی که فرهاد مهراد مرحوم میگه هنر که انسان ذاتاً گرایش دارد به ابتذال. این داره دقیقاً میره اون سمتی. یک دوره باید باروک رو تاچ کنه، دوباره برگرده با روکوکو و اینا، دوباره برگردونن به حالت اولش. این زمان میبره. به نظر منم این باید اتفاق بیفته ها. تو موسیقیمون خیلی قوی تر داره جلو میره، خیلی با سرعت تر داره جلو میره، به اون یک ابتذالی میرسه، به اون حجبه میرسه، دوباره برمیگرده. ما هم نمیتونیم کاری بکنیم. خب این ژستا هم همونه به نظر من. نباید زیاد زور بزنیم. ما آموزشمون رو میدیم، مثل صمد بهرنگی یاد میدیم، مینویسیم، حالا طرف ورداشت ور نداشت، نباید زیاد دست و پا بزنیم. تو هم بذار همونجوری به دانشجوها برن، آموزشتو بده، یاد بده، ولی آخرش انتخاب با خودشه. ولی ژستا ادامه داره، متاسفانه داره به هرزگی میکشه. همون چیزی که من تو لینکدین باش به شدت مشکل دارم، همه شدن منتور خلاقیت. خب بعد میگه خلاقیت ترکم، میگه خلاقیت خودش یه قواعدی داره. داداش خلاقیت کلا یعنی قواعد نداشتن. بعد تو میگی خلاقیت قواعد داره. خب معلومه که یه دوره باید به هرزگی برسه، به گندیدگی برسه. این ژستا هم به نظر من اتفاقا خوبه، زودتر به گندیدگی میرسه و از توش جوانه دیگری میزنه و درست میشه. من یه مشکلی دیگه هم دارم با جلسه‌هایی که ایده پردازی و خلاقیت انجام میشه. بیشتر از این که اون جلسه خروجی ایده و خلاقیتی چیزی داشته باشه، بیشتر خروجی پوست موز داره. ببین من یه ویدیو توی اینستاگرام و لینکدین هم منتشر کرده بودم از چند دقیقه تایم لپس از ایده پردازی. خب ببین تو خونه‌ام فکر کنم ویدیو رو یه وایرال هم شد تا حدی. آقا دارم صحبت میکنم با خودم، بلند میشم تو دوربین گذاشتم اون گوشه، گذاشتم رو تایم لپس، گفتم اصلا چه اتفاقی داره برام میفته، خودم نمیدونم. این مستا پا شدم بلند میشم میرم این و با خودم صحبت میکنم. حاجی یه لحظه شمشیر کاتانامو رو دیوار برداشتم کشیدم، یا خوشحال شدم. خب بابا یعنی یکی کسم بود پیشم بود نصف شده بود. خب ایده پردازی این مدلیه. من شرکتایی که میرم ایده پردازی همه میدونن به صورت در و دیوونه است. پا میشه میره اسباب بازیشو میندازش میده اون ور، میاد این ور، ماشین کنترلیشو هی میفرسته اون ور، میفرسته این ور، نگاه میکنه بالا پایین، با خودش صحبت میکنه. نه من کل تیمم. بعد
دعوا نشه کسی نمیره یه ایده میاد بیرون. خب نه کسی کت شلوار پوشیده، نه اصلا میوه رو میزه، 2 تا سیگار و پاد و قلیون و اینا. آب میوه یارو با خودش آورده، ماگش آورده، قهوهش آورده، هیچ ادایی نیست. من همین کمپین آخری که بستم شرکت پول نو بود، صرافی پول نو. به خدا کاش ویدیوش در بیاد، ویدیویی که رفتیم برای ایده پردازی. 4 نفر تو اتاق بودیم، سی ام شون بود، سوشالشون بود، مدیر محتواشون بود، من بودم. حاجی همه تو اتاق داشتن قدم میزدن، ول میگشتن، بالا پایین میپریدن، انگار تو دیگن، انگار تو ماهیتابه. بعد ایده ریخته بود بیرون، برگ و بارت میریخت رو وایت بورد. من داشتم مینوشتم، بعد تو وایت بورد بخونی هیچ چی نمیفهمی چی نوشته یارو. اون لحظه یارو فهمید دارم چی میگم و منم فهمیدم اون چی میگه. خب یک ادا و اصولی نبود، مسخره بازی نبود. کل 2 ساعت ایده پردازی هم نفری یه دونه چای خوردیم، اصلا یادمون نبود چیزی باید بخوریم. خب این ادا بازی ها خیلی زیاد شده، ولی واقعا خلاقیت، بازم میگم اتفاقا هرس شدگی اینم قشنگه. خلاق واقعی خودش رو نشون میده. خب آقا من ادعای خلاقیت دارم، من خیلی دارم اینو با اینا پشت همین کلیبون دارم میگم، من دل ادعای خلاقیت دارم، چون خودم رو جر دادم پاش. با دکتر روانشناس دارم تحقیق میکنم در موردش، با نوروساینتیست دارم تحقیق میکنم تو هلند، یارو دکترا داره، اصلا ایرانی نیست. چه میدونم با اه، چیز بیولوژی دارم تحقیق میکنم، یارو توی کار پوست سلول های بنیادی تو اسلوونی دارم با اون کار میکنم. خب چون میان رشته‌ایه. من خیلی ادعا دارم، ولی میگم آقا طرف خودش وقتی تو لینکدین میاد 3:30 صبح به من پیام میده آقا من مشاور خلاقیت نیاز دارم، به گل نشستم، من یعنی کارمو درست انجام دادم دیگه. خلاق بودم که اومده دنبالم دیگه. رفتیم از یکی از شرکت‌های خیلی بزرگ، خیلی عظیم، 11,000 تا نیرو داره. خب نشستیم با مدیر عاملش، گفت خب از نمونه کارات بگو. گفتم همین که اینجا نشستم نمونه کار دیگه. 11,000 تا کارمند داری، به من زنگ زدی، شماره‌ام از کجا آوردی؟ از کارت ویزیت من آوردی؟ نه دیگه، دنبالم بودی. یارو زیپ کرد، گفت آقا حق میدی، واقعا دمت گرم. خب من میگم حتی آقا ایونت هم بذارن، دوره هم بذارن، بوت کمپ هم بذارن، بفروشن نوش جونشون. یه جایی منی که ادعای خلاقیت دارم، اگه واقعا خلاق باشم باید دیده بشم، اگه دیده نمیشم زر دارم میزنم داداشم. خب یاشار مشیرفر همه میدونن تو شرکتی بره سلام علیک سکلی سامورایی مشتی هستی، فرقی براش نداره چه تو ایونت سخنرانی بکنم، چه دانشگاه تهران پلی تکنیک که سخنرانی کردن تدریس داشتم، پلی تکنیک برای مهندسای نخبه ایران سخنرانی داشتم، همین بودم، لش کرده بودم روی سن، دستم اینجوری گذاشته بودم با عروسکم داشتم زر می‌زدم براش، عشقم می‌کردن. خب من برندم وقتی تونستم ببندم یعنی خلاق بودم. حالا نون کسی هم آجر نکردم، کسی هم نون منو آجر نکرده. برو اگه خلاقی باش رو کن، اگه خلاقی دمت کرد 10 سال برای تو مسیرت باش. خب امروز ترند بشی فردا نباشی. به نظر من یه باری یه چند ماهی پیشی یکی از رفقا اومد گفت آره یکی میگفت یاشار مشیرفرم دورش تموم شده. گفتم خب دمش گرم اونجوری میگه. بعد یه هفته بعد من 3 تا دعوتنامه داوری استوری کردم، اسکرین من خنده فرستاد. گفتم چی شده حامد؟ گفت اینو فرستادم برای اون داداشمون. گفتم عزگر هنوز تو برای سال بعد رزرو داوری تبلیغات داره این آدم. خب اگه من 10 سال بتونم 20 سال بتونم همون تم رو نگردونم و وقتی اسم خلاقیت میاد بگم من، وقتی من اسم خلاقیت میاد چه 20 سال قبل چه الان چه 50 سال بعد جیم کری به ذهن من خواهد آمد. نمیتونی بگی نمیاد. این آدم خلاقه، کسی هم نون اینو نمیتونه آجر بکنه. حالا جیم کری بغلش براد پیتی هم بیاد اتفاق براش نمیفته، ولی اون هرزگی داره اتفاق میفته. باز هم اون هرزگی کلمات. من تو قبل سال نو یه چیز گذاشتم، پست تو لینکدین گذاشتم، ارجاع دادم به وبسایتم، گفتم آقا ببین توصیف علمی 2025 خلاقیت رو برات مینویسم که کف سوشال این رو هرزه نکنین ناموسن. خب حالا یکی دوست داره بخونه بفهمه چی گفتم، که عجیب ویو گرفت حاجی، 100,000 تا ویو گرفت. بعد همه میگن که پست تخصصی ویو نمیگیره. بلد نیستی بذاری زر نزن دیگه، بلد نیستی چرت و پرت نگو. باشه من میذارم ویو میخوره، نه دخترم نه خوشگلم نه عکس از خودم گذاشتم. خب کچل با این سیبیل رو به خوابش بیان برگاش میریزه تو خواب، اسکیزوفرنیک میشه بدبخت. بعد من گذاشتم دیده شده. آقا توضیح کلی خلاقیت در سال 2025 بر اساس رفرنس هایی که داشتم از کل دنیا، آلن لکورنیک، استفان بوندی، اریک برند، دکتر علی خان چه میدونم، دکتر فلانی، همه اینا رو گذاشتم. گفتم اینا اینو میگن. حالا اگه فکر میکنی چرت میگن میفهمید، بگو من چرت میگم.
یا رفرنس تو دنیا. نه بگیم ما درست میگه همین مسیر رو بیا برو. این هرزگی رو ببین انقدر دوست دارم من، این گندیدگی سرعتش بیشتر بشه برخلاف همه دوستا. من عاشق این افتضالم. این افتضال باید به یه جایی برسه که بترکه. هر چی زودتر بهتر، عمر منم قد میده بهش. خب هر چی دیرتر بدتر. اصلا چرا زور بزنم که من بگم این مبتذله؟ ذات خود انسان یک جایی میاد قانون بقا و قانون سلایه قانون رایه‌های مغزی اتوماتیک اینو حذف میکنه. من قرار نیست کاری بکنم، طبیعت خودش میکنه، کار خاصی نداره. آقا سالها طول کشید، خیلی اتفاقات افتاد توی دنیا، طبیعت خودش حلش کرد قضیه‌اش رو. انقلاب‌هایی که به وجود اومد، گندیدگی‌هایی که تو دولت‌ها به وجود اومد، حکومت‌ها، اسکندر مقدونی، چنگیز، فلان فلان فلان، خب همه اینا جدا 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 باعث شدن که چه اتفاقی بیفته، طبیعت خودش حلش کنه. پس توی آرتیست زور نزن، کار خودتو بکن. خب زور نزن بگم که مثلا آقا فلانی من که میدونم یارو خلاق نیست، من که میدونم 2 سال دیگه ببینیم هست، 5 سال دیگه ببینیم هست، من کار خودمو میکنم. ولی واقعا بازم میگم من عاشق این گندیدگی و تسریع اینم. من خدامه که هزاران ساسی مانکن به وجود بیاد تو ایران، اصلا کنسرت آزاد تو ایران بذارم 10 بار 20 بار 100 بار. خدامه بعدم میان دنبال کیهان کلهر، بعدم میان دنبال حسین علیزاده، بعدم میان دنبال شوپن، بتهوون. خب انسان خودش خسته میشه. این یارو عرق خورا هستن، انقدر میخورن حالشون بد میشه. یه جایی دیگه ویل میکنم، میگم بابا گور باباش، معده‌مون به فنا رفت، کبد چرب به فنا رفت، مجبورم ترک کنم اگه میخوام زنده بمونم، و ترک میکنه و زنده میمونه. این طبیعیه. من دوست دارم هزاران ساسی مانکن، هزاران امیر تتلو به وجود بیاد، کنسرت آزاد بهشون بدم، بلیط‌های میلیاردی نجومی بفروشن، تو برج میلاد کنسرت بذارن، یه سال بعد تمام میشه. اینو مطمئنم بهت قول میدم تمام میشه. یعنی بی برو برگرد، ذات انسان، ذهن انسان خودش بیخیال میشه، میگه بذار ببینیم این یکی داره چی میگه. بعد میره قیاس میکنه هورمون و کورتیزولی که از اون داشت ترشح میشد، دوپامینی که از این ترشح میشد، خودش بالا پایین میکنه، بدن اتوماتیک مغز میره سمت این. بذارین آزاد کنیم، بذارین ابتذال بره تا ته دیگه عشق کنیم ما هم توش. این نظر شخصی منه ها، من نمیگم نظرم درسته یا نه. من همیشه خدا گفتم، همیشه که میگم بر اساس ذهن من که رفرنسی ندارد اینه قضیه. شاید در آینده رفرنس پیدا کنه ها، ولی الان من فکر میکنم این درسته. خب بهتره که یه استراحت دیگه بکنیم، بخش معرفی فیلم رو با ستاره گوش میکنیم، دوباره برمیگردیم. Ouverture du testament devant ses 2 enfants. Jeanne, cette enveloppe est destinée à votre père. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Simon, cette enveloppe est destinée à votre frère. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. گاهی یه وصیت‌نامه میتونه در جهنم رو باز کنه. فیلم اینسندیز به کارگردانی دنیس ویلنوو یه سفره، نه فقط از کانادا تا خاورمیانه، که از سکوت تا فریاد، از گذشته تا زخمی که هنوز میسوزه. بر اساس نمایشنامه وجدی معوض، این فیلم قصه 2 قلوهایی رو دنبال میکنه که بعد از مرگ مادرشون میفهمن پدری که فکر میکردن مرده زنده است و برادری دارن که هیچ وقت ازش خبر نداشتن. اونها برای پیدا کردن حقیقت باید پا بذارن وسط سرزمینی که گذشته رو دفن نکرده، جایی که جنگ، مذهب و عشق توی تار و پود هم پیچیدن. Tu es la fille de Noël Marois. Tu n'es pas la bienvenue ici. Retourne chez toi. اینسندیز یه فیلم درباره حافظه است. حافظه‌ای که فراموش نمی‌کنه، حتی اگه ساکت باشه. با بازی درخشان لوبنا آزابل و فضایی که هر نماش بوی سوختگی و راز میده. فیلم مثل معماییه که هرچه بیشتر حلش میکنی بیشتر تو رو به آتیش نزدیک میکنه. پایانش یه سیلی، نه به صورت، به روح. و وقتی تیتراژ بالا میره تو هنوز نشستی، خیره، بی صدا و فقط یه جمله توی سرت میپیچه. نمیدونستم حقیقت میتونه اینقدر درد داشته باشه.
یه بابای وانت میوه فروشی داشت، منو صدا کرد گفت بیکار نچر، روزی 7-8 تومن بهت میدم، بیا بشین یه جای غریب گل سیب زمینی پاک کن. دیدم دستام لیچ افتاده، داره پینه میبنده. نمیشد، میفهمیدم میگفتن رفتی عمله شدی. میخوام فیلم سینمایی ایرانی بی پولی رو بهتون معرفی کنم. فکر میکنم در سالهای دور دیده باشینش، اما اونقدر خاطر انگیز و دوست داشتنیه برام که هر وقت میبینمش برام تازگی داره. یه فیلم سینمایی خوش ساخت هستش به کارگردانی حمید نعمت‌الله که فکر میکنم مربوط به دهه 80 میشه. این فیلم داستان زوجی رو روایت میکنه که بعد ازدواج زندگیشون دستخوش فراز و نشیب‌های زیادی میشه. ایرج چیچی یه طراح لباس مشهور و به شدت پول پرسته که غرورش زبان زده آمو خواسته. ایرج همه چیز رو در پول میبینه و حتی ازدواج رو هم به عنوان مقوله مادی میپذیره. فراز و نشیب‌های زندگی این زوج جدی، غمگین و قابل تأمل، اما با رگه‌های طنزآمیزی به نمایش گذاشته شده. گفتنی‌ها راجع به شخصیت ایرج، شخصیت ساده دل و درسخون لیلا، پاکدلی بابک، اعتیاد امیر و حتی شخصیت احمد رنجه که دوست داره سریعتر ازدواج و زاد و ولد کنه زیاده. اگه ندیدینش از دستش ندین. اگه بخوای به یکی پیشنهاد بدی که توی مسیری که داری میری این کار رو انجام بدی بیشتر پیشرفت میکنه، چه توی طراحی گرافیک چه توی برندینگ، چی چیزی پیشنهاد میکنی؟ اصلا خودت چجوری پیشرفتی؟ من خودم این مدلی پیش رفتم، کله شقم، حرف کسی تو کتم نمیره، شاید چرخو بخوام 100 بار دوباره از نو خودم ابداع کنم. اصلا با این مشکل ندارم. اینی که میگن چرخو از اول ابداع نکن، به نظر من غلطه. تا وقتی که درک نکنی اون مشکل رو چرا چرخ ابداع شده، خب به باگ میخوری. من میگم آقا مسیری که خودت فکر میکنی درسته رو برو. هیچ وقت از گذشته‌ات شرمنده نشو. نگو که اگه برمیگشتم فلان کارو میکردم. زیاد لیلی به لالای فرمول و اینا نذار که بشینم هی تحلیل کنم ببینم چه اتفاقی میفته بعد انجام بدم. ریسک کن. زندگی یه باره. اشتباه هم آدمو نمیکشه. و به همه بچه‌ها، همه دانشجوام، شاگردام، رفیقام، استادام میگم آقا تا 40 سالگی هی اشتباه. انقدر اشتباه کن که اشتباهی نمونه. ببین اونی که برند منیجر خیلی شاخیه انقدر اشتباه کرده این یارو که دیگه اشتباهی نمونده که بکنه. میدونه که این یا آخرش اشتباهه، این آخر. آقا ادیسون مگه نبود خودش میگفت که من هزاران بار تست کردم شکست خوردم ولی شکست نبوده، فهمیدم از این مسیر به اون نمیرسن. حالا این 1000 تا راه منفی رو میشناسه. من یه بار به یکی از بچه‌ها گفتم آقا چه کسی میتونه توی کنکور 0 بگیره؟ ببین منفی و اینا ها نه ها، 0. کسی که تمام سوالاتو بلده جوابش رو و همه رو غلط میزنه. خب یعنی این آدم همه جوابهای درست رو میدونه و غلط رو زده. خب من میگم که این آدم واقعا همه جواب همه راههای منفی و درست رو میدونه، حالا با انتخاب خودش عمل میکنه. منی که دارم مارکتینگ یا برندینگ خلاق کار میکنم هنوز خیلی اشتباهات مونده نکردم. من تو صنعت پتروشیمی نبودم، من تو صنعت نساجی نبودم، تو صنعت FMCG به حد کافی بودم، فقط اشتباهات اونا رو میدونم. ولی تو مثلا چه میدونم تو شرکت نوکیا نبودم، تو خودروسازی نبودم. آقا خیلی قرار اشتباه کنن، ولی نه ترس از اشتباه. حاجی بزن تو دلش کله شق لات حرف خودت مرغ یه پا داره. تا خودم ببینم یه اشتباه بود 2 تا پا داره. خب و نمیگم که از تجربیات اینا گوش نکنه، گوش کن ببین واقعا منطق خودت میگه حاجی این درست میگه، اونم انجام بده. بگی نه داداش شما داره زر میزنه، ول کن کی داره میگه ها، ول کن. مثلا این استاد فلانیه. اگه با عقل خودت جور در اومد، با عقلی که الان داری، دمت گرم انجام بده. جور در نیومد، برو چرخم 100 بار از نو ابداع کن، ولی بفهم چرا ابداع کردی، دوباره برگرد. این مسیری که من به همه میگم. خب کله شقی موقع پاداره خودم، ولی تجربیات، مطالعه با منطق خودت درسته یه پله انجام بده. بعد من به پله پله رفتنم اعتقاد ندارم. اونایی که تازه دیزاینر شدن اتفاقا پاهای پرتوان به دست میداده این ناتوان گجته. تو خلاقیت اون چیزیه که تو رو از اینجا یهو میندازه پله 100. خب این اتفاق میفته به شرطی که این اشتباهات رو بکنی.
از این شاخه به اون شاخه پریدن هم نترسین. اتفاقا من تو رزومه هایی که نگاه میکنم بخوام استخدام جایی بگیرم، میگن اتفاقا اون کسایی رو بیشتر روشون فوکوسم که از این شاخه به اون شاخه زیاد پریدن. ببین این آدم میدونسته دنبال چیه، پیدا نمیکرد. خب این خیلی حرفه ها. یارو میدونسته دقیقاً چی میخواد، یعنی تو یه سن مثلا 20 سالگی این فهمیده چی میخواد و دنبال اونه. حالا یا همین که اینقدر ذهنش بازه که نمیدونه دنبال چیه، جسارت تست داره، میره انجام میده، این نبود، اوکی پروندهشو میبنده. این داستان اشتباه ها دیگه، این نبود، اینم پروندهشو میبنده، ولی بعدا میدونه که اون نبود. خیلی از ما نمیدونیم که اون نبود و این خیلی مهمه. پس کسی که داره این مسیر رو میره، به نظر من از روز اولی که مثلا میخواد بیاد تو فاز دیزاین و آرتو هنر و هر چیزی، من مجسمه سازی کار کردم، نقاشی کار کردم، و کانسپچوال آرت کلی کار کردم، دیجیتال آرت کار کردم و هر چیزی از اینا، همین مسیر به نظر من درست ترین مسیره. و کانکشنی که رو اول بحث صحبت کردیم، ارجاع میدم به اول بحث، اون رو هم جدی بگیر. به نظر من 10 سال 8 الی 10 سال طول میکشه که هر کی که الان شروع کرد واقعا به اوجی که فکر میکنه درسته برسه. بعد اونم دیگه استمرار دیگه که ادامه بدی، در همون اوج بمونی، نپری پایی. چه نقطه‌ای تو مسیر بود که احساس کردی که دیگه علاقه‌مند شدم به این کار، و اینکه اولین درآمدت از اون کار چی بود؟ ببین من اولین باری که لذت بردم سوم دبیرستان بودم، سال دوم هنرستان. من یه طرحی کار کردم به موضوع تنهایی. استاد نوریان استادمون بود، خدا سلامتش کنه، از آرتیستای خوب ایرانه. اومد گفت که تصویر سازی کنین. من اومدم با رنگ خودرو ماشین و گل ماشین و اینا، رنگ پودریا بودن، روغن الف و اینا قاطی کردم. آقا نشستم مربع 50 در 70، یه پسره که لم داده به دیوار با پاهاش که جلوه رو تو پرسپکتیو رفته کار کردم. تا خودکار روش بود و سایه ها با هاشور بود و رنگ ماشین و تو بک‌گراند، بعد با کاردکم تو بک‌گراندش 4 5 تا نیم دایره در آورده بودن، خیلی عشق می‌کردن. مامانم اینو قاب کرد زد به دیوار، هنوزم که هنوز تو خونمه. من عجیب عشق کردم. ببین هر مهمون، دم عیدم بود، عید مهمون اومد، هیچ وقت یادم نمیره پسرعموی بابا ماشین نقاش ماشین بود، برگشت گفت که پسرعمو به ترکی پای اینو تو پرسپکتیو بود، پاها گنده بود جلو، گفت پای اینو زنبور نیش زده. خب بکن تو خونه ما تابلو مدرن بود مثلا سال 78 9، مامانم زده بود به دیوار. هیچ وقتم یادم نمیره 1200 تومن داد، قاب 3 سانتی فلزی زد. خب یه جایی هم تو کل تبریز بود، هنرستان همه می‌بردن اونجا قاب می‌زدن، یادم رفت اسمش بود، اونجا قاب کرده بود با شیشه کلو و هنوزم که هنوز تو دیوار اتاقمونه و من با این عشق کردم. پول اولی هم که درآوردم من از آرت، بابام خوشنویس بود، خودش خطاطی کار می‌کرد، نه اینکه خوشنویس بود، عشقش بود، با اینکه حسابدار بود و از شاگردای استاد فرزبود بود. استاد فرزبود هم که همه میشناسن، خدای شکستن از دلیل ایران و واقعا جهانه. بعد بابام از سیلوی تبریز حسابدار بود، رئیسی حسابی بود، اومد گفت دم عید بود، نمیدونم چند سالم بود، اومد گفت که قیمت نون و سهمیه نون رو برای مغازه‌ها قرار بود بزنن رو دیوار، دونه دونه برای مغازه‌ها، بعد اینو رو کاغذ نوشته میشد و آورد خونه. هیچ وقت یادم نمیره 700 تا برگه بود، یه ماژیک داد، گفت با خط خوش روی اینا می‌نویسیم مثلا 2 تومن پول نون، سهمیه آرت اینقدر، سهمیه چیز اینقدر، بزنن به دیوار و اسم واحدو می‌نویسی، مثلا نونوایی فلانی. من نوشتم، هیچ وقتم یادم نمیره دونه 1 تومن 700 تک تومن گرفتم قبل عید برای خطی که نوشته بودم. خب و بابا بزرگم تشویقم کرد، مامان بزرگم تشویقم کرد، آفرین فلانه، بعد نمیدونم شاگردونه ازشم بگیر اضافه، یه 100 تومن هم شاگردونه بگیر بذار روش، نمیدونم حق چی بنویس بگیر، و 700 تومن گرفتم. و هیچ وقت یادم نمیره که همیشه از خوشنویسی بدم میومد، چون بابام به زور مینوشت به ما، میگفت باید بشینی بنویسی، نصف شب بیدارمون نگه می‌داشت با قلم بنویسیم. اون روز فهمیدم چقدر حال میکنم باش و پول درآوردم ازش. این 2 تا نقطه عطفی بود که تو زندگی من، یکی
اون کار آرتیستیم رفت رو دیوار، یکی هم که پول در آوردم از خوشنویسی و خط درست نوشتن و شد نقطه عطف زندگی من تو آرت. اگه قرار بود با یه شخصیت تاریخی شام بخوری، اون شخص کی بود؟ دفعه قبل همچین سوالی کردی یادم رفت که رو گفتم، ولی ما خیلی ها هستم. ببین مثلا من شاید بخوام با اولین کسایی که یه سری کارا کردن تو انسان‌های اولیه با اونا شام بخورم که نمیدونن چیه، احتمالاً منو بخورن، ولی مثلا شاید با هیتلر بخوام شام بخورم، با چارلی چاپلین بخوام حتما شام بخورم. بعد بیشترین جذبم به چارلی چاپلینه که بشینم باهاش شام بخورم ببینم داداشمون داستانش چجوری هست. آره این چارلی چاپلین آدم جذابی به نظر من. حاجی چیزا هست، من با بروسلی هم بعدم نمیاد شام بخورم، فلسفه‌شو خیلی قبول دارم. اینقدر فیلماشو میبینم تا باور نشه. اگر ابرقهرمان یا سوپر هیرو بودی چی بودی؟ خودم بودم حاجی. نه چه قابلیتی داشتی؟ ببین من بروس آلمیدی رو دیدی دیگه، فیلم جیم کری رو رفت. آره فیلم قشنگی بود. من همچین چیزی شاید میشدن. آره میگم بعد اذیت میکردن، عین جیم کری بودم به خدا، اذیت میکردم خلق دهن مردم سرویس. نه دیگه خب بعدش کلی کمک کرد دیگه به مردم. من این مدلی آزار اذیتمو ولی داشتم، که حالا یکی سریال رو میگرفتم قلدر ملدر رو. دوشم فکر کنم اومد ولی جیم کری توش بازی نمیکرد، من خودم ندیدم ولی میدونم دوشم هست. بزرگترین چالشت توی مسیر کاری چی بود؟ اینکه کلمه خلاقیت رو جا بندازم. خیلی سخت بود، خیلی. من اون موقع که ادعا کردم بخوام اینو رشته کنم، تبدیل کنم به پوزیشن کاری رشته فلان توی مملکت، خب همه خندیدم بهم اصلا. مسخره. هر جا میگفتم میگفتم چرت و پرت چرا میگی، جهان سوم خاورمیانه است. و یکی از بزرگترین چالشام بود. هنوزم الان دیگه چالش نیست، الان یه مسیر کار میبره، زحمت میبره، ولی دیگه چالش نیست. ولی این بزرگترین چالشی بود که داشتم که بفهمونم آقا خلاقیت اینه و لازم دارین شما. بزرگترین اشتباه چی بود؟ بزرگترین اشتباهم تو کارم؟ آره. کارم بزرگترین اشتباهم این بود که یه مدت اضافه تر نقاشی و مجسمه سازی رو ادامه دار کار نکردم. یه جایی که فهمیدم بس همه ولش کردم، ولی الان میدونم که به دردم میخورد اگه مثلا این دوتا رو ادامه دار انجام میدادم حواساتی که داشتم. من اول کارم یادمه که کارهای انجام میدادم که در قبالش پول نمیگرفتم، فقط به خاطر اینکه برای خودم رزومه بشم کارا رو انجام میدادم. و بعد اینکه شروع کردم به پول گرفتن سعی کردم هیچ وقت ارزون فروشی نکنم، سعی کردم گرون فروش باشم. حالا شاید تو جای دیگه بد باشه ولی احساس میکنم توی هنر گرون فروشی خیلی هم کار خوبیه. کسایی که تازه وارد کار میشن یا کسایی که ارزون فروشن، مثل این سایتایی که مثلا طراحی لوگو رو میذاره 500 تومن 2 تومن، به نظر من این کار هم میتونه ضرر به خود فرد برسونه هم به طراحای دیگه. ببین من خودم که گرون فروشم. اولین جمله‌ای که تو پرزنتم میگم ببین داداش من خیلی گرون فروشم، کف قیمت من از سقف بازار بالاتر. و شاید باور نشه اینقدر دیزاینرها میان میگن این اتحادیه این رقم‌ها رو میده اصلا نمیشه گرفت، اینا شاید باورت نشه من به موقعش از اون بالاترم گرفتم. یعنی برگای طرف ریخت. اون موقعی که لوگو رو 200,000 تومان کار میکردن فکر کنم من 15 میلیون لوگو زدم برای طرف. خب من میگم که اگه از اولین پایت رو برای اینکه ارزش قائلم برای کارم و وقت میذارم روش، اینم بگم اینی که ارزون کار میکنه طرف، این تا ابد که دیگه نمیتونه قیمتشو بالا ببره. یعنی کار و وقتی که داره کار قیمت پایین میکنه خب طبیعتا کیفیت میاد پایین، کمیت داره میره بالا و از یه جایی به بعد فله‌ای کار میشه. یعنی کار خودش هم پیشرفت نمیکنه، در حد اون لول بازار هم میمونه، یعنی توی یه لول پایین ارزون قیمت میمونه و نمیتونه کارهای بزرگ ترگت انجام بده. اگر یک روز به موفقیت خیلی بزرگی رسید و خواست تغییر بده قیمت رو نمیتونه، حالا بشه بزرگترین دیزاینر دنیا. یعنی قیمت این تا دیروز اینقدر کار میکردی هم اگه از دیروز به این بچه فرقی کرده. یعنی برند اینجوری میبنده برای طرف. و من پیشنهاد میکنم که ارزون فروشی داداش خیانت به خودته، به کسی هم ضرر نمیزنی. من مشتری خودم رو دارم، من الان خیلی اتفاق میفته تو سوشال به من پیام میده آقا لوگو رو چقدر میزنی، من میگم مثلا من کارم این نیست داداش، من باقالی فروشم. اینکه میپرسه چقدر میزنی میفهمن دیگه مشتری من نیست، میاد مشتری تو میشه. اوکی تو هم روزانه 20 تا کار کنی با 100,000 تومان، خب
من همونو یک جای دیگر یه ساعتی 7-8 تومن دارم مشاوره میدم، همونو توی یه ساعت نیم ساعت دارم در میارم. خب ولی ارزش به کار خودم قائلم و فردا روز آقا میگن این آدم کلا گرونه دیگه، مثل برندهای گرون دنیا دیگه داداش. هر کسی نمیاد لویی ویتون بخره کیفشو بندازه رو دوشش، هر کسی نمیاد بی ام و فلان میباخ سوار بشه، بی ام و مدل آی مثلا جدید سوار بشه، میدونن که گرونه. هر کسی پاگانی نمیرونه، پاگانی لیمیتد ادیشن میزنه، هر کسی نمیرونه، ولی خیلی دارن پراید میرونن. خب مقیاس حالا خودت میخواد پراید باشی یا میخواد پاگانی باشی، فرقش خودت ایجاد میکنی. ولی من هم با این موافقم که کار ارزش داره و باید کار ارزشمند کنم. من شده برای کاری پول نگرفتم همین جدیدنم گفتم آقا من پول نمیگیرم ولی پایینم نمیگیرم، ارزش کار من اینقدر برای تو چون نداری آقا دوست دارم این کار انجام بدم، رایگان کار میکنم. رایگان کار کرده شخصیتش هزاران برابر بیشتر از اینه که بخوای ارزون کار کنی. این دیده من. میخوای حال بدی به طرف مفت کار کن، دمت هم گرم، حال دادی، فرهنگ سازی کردی، ولی ارزون من هیچ وقت کار نمیکنم. شخص خودم نظرمه. من با بعضی از بچه‌هایی که نقاشی کار میکنن صحبت میکنم راجع به این که طراح گرافیک هنر نیست، چون که در قبالش پول داده میشه یه هنر نیست. من باهاشون میگم که همون جور که تابلو یک اثر هنریه و خالقش هنرمنده، طراح گرافیک هم یک اثر هنریه و خالقش هم هنرمنده، فقط در قبالش پول داده میشه و یه کارفرمایی داره و دقیقاً اثر هنری محسوب میشه به نظر من. ببین این داستان اینجوریه که به نظر من هنر تعریفش چیه؟ هنر میگه که یا زیبایی شناختیه یا داره تاثیرگذاره دیگه. خب بعد تو میگی که خب دیزاین دارم انجام میدم، تاثیر میذارم تو طرف که میاد خرید میکنه، مثلا تاثیر میذارم که داره برندو میشناسه، خب تاثیرگذاره بوده. زیبایی شناسی هم که طبعا داره، حالا شاید درصد زیبایی شناسیش زیر مجموعه تاثیرگذاریش بره، ولی خب نقاشی گرنیکای پیکاسو تاثیرگذاره دیگه. خب ولی چه میدونم مونالیزا شاید زیبایی شناسی یا فلسفه هنره. خب بعد تو میگی که آقا فروش، من میگم که خب نقاشی رو هم میفروشه، مجسمه رو هم میفروشه. میگه که نه، تو بریف داری، تو برای اون داری کار میکنی، تو توصیف گرفتی و بر اساس اون داری کار میکنی. خب داداش من، تو هم وقتی نشسته جلوت میگه منو بکش، دارید بریف میکنه دیگه، میگه منو بکش. اگه میگه فلان چیزو نقاشی کن من میخوام سفارش میگیری، خب اونم همونه. خب به نظر من نه، هنره، نمیتونی ازش جدا بشی، چون اگه هنر نباشه کار نمیکنه، تأثیر نمیذاره. موسیقی که داری گوش میکنی هنره، داره تأثیر میذاره، موهای بدن سیخ سیخ میشه، روی روانت داره. الان از نظر روان شناختی نوروساینس تو دیزاینت داره روی مغز آدم، حالا چه روی هیپوکامپش چه روی نمیدونم قسمت غشای خاکستری مغزش داری تأثیر میذاری. خب تأثیر میذاری و طرف وادار میکنی یک اکتی انجام بده. نقاشی هم دقیقا همینه، تو نقاشی تو میبینی یه دوپامینی ترشح میشه، باز یه اکتی انجام میدی، خوشحالی براش عارض میشه. خب اگه کلا بخوای زیبایی شناختی کاندینسکی برخورد کنی یا خب کاظیمیر مالویچی برخورد کنی، نه میای مفهومی برخورد کنی، چه میدونم گرنیکا رو مثال بزنی، یا کانسپچوال آرت برخورد کنی، یا اصلا مارسل دوشانی برخورد کنی، نیهیلیستی برخورد کنی، چه میدونم داداییستی برخورد کنی، باز هم داری تأثیر میذاری. اگر این تاثیرگذاریه رو داری مثال میزنی، خب دیزاین خیلی بیشتر داره تاثیر میذاره، اصلا هدفش تاثیرگذاریه. خب اگه زیبایی شناسی رو مثال میزنی، آقا زیبایی مگه نمیبینی در این کار؟ اصلا زیبایی کمپوزیشن داره این کار، رنگ شناسی داره این کار، مبانی هنر داره این کار، چه میدونم تایپوگرافی داره این کار که خوشنویسی رو بردی تو قضیه، یا اصلا نقاشی رو وارد قضیه کردی. خب پس از نظر من دیزاین کاملا هنره، هنری که در خدمت تاثیرگذاریه. تاثیرگذاری رو کی میخواد؟ صنعت میخواد. پس گرافیک به قول تعریف استاد ممیز، گرافیک نقاشی تجاریه. من خیلی قبول دارم این تعریف رو که خب بالاخره استاد ممیز تعریف کرده، شوخی نیست. میگه آقا گرافیک نقاشی تجاریه. حالا اگه نقاشی هنره، بس نقاشی داره انجام میده، اگه هنر انجام داده. اگه نه، اگه فکر می‌کنی نقاشی هم هنر نیست، که اون موقع خب دیگه هر چی تو بگی همونه. جاگام تو این دنیا چیه و دوست داری تو رو توی این دنیا به چه جاگامی بشناسن؟ خیلی کلمه خلاقیت رو دوست دارم و خیلی دارم براش تلاش میکنم. برند خلاق
بازارسازی خلاق یا اینجور مسائل از نظر من برای من رد پای قشنگی میتونه باشه. دوست دارم که اون باشه. دارم برای اون تلاش میکنم. آموزش هم میدی؟ آموزش اون مدل نه، منتورینگ دارم میکنم. چون خلاقیت که نمیشه یاد داد، خلاقیت رو طرف داره، فقط مسیر کانالیزش میکنی، مسیر بهش میدی. در بحثی که خودش دوست داره طرف میخواد سمت نمیدونم سوشال ببره مسیرشو، خب اینوری دنبال تولید ببره، اینوری دنبال مکانیک ببره، هواپیما ببره اینوری. خلاقیت رو نه، چیزایی که احساس میکنی بلدی و میتونی به کسای دیگه آموزش بدی. آره در این مورد دارم. در مورد دیزاین آموزش میدم، تو چه برندینگ دارم آموزش میدم، اصول اولیه مارکتینگ دارم آموزش میدم، خلاقیت دارم آموزش کار میکنم. آره اینا رو دارم انجام میدم. یه صحبتی داشتم از جادی گوش میکردم. جادی رو میشناسی که؟ آره بابا. من ایدئولوژیشو دوست دارم که آموزش باید رایگان باشه و تصمیم گرفتم به بچه‌هایی که قراره توی این پادکست باشن ازشون درخواست کنم که یک آموزش کوتاه شده، 1 دقیقه‌ای شده، یه پادکست شده، یه ویدیو یوتیوبی، ولی به عنوان این باشه که یک آموزش رایگان باشه، آموزشی که خودشون احساس میکنن به سختی اونو به دست آوردن ولی راحت تر در اختیار مردم قرار بدن. تو همچین آموزشی داری؟ من توی وبسایتم لینک یوتیوبم هست، تو اون یه سری ویدیوها هستش که من به نظرم آموزشی صحبت کردم ولی خیلی خودمونی. پادکست دارم توی شنوتو دارم و تو کست باکس اگه فارسی سرچ کنن تریک موتور، پشت موتور نشستم بدون هیچ ادیتی دارن در مورد برندینگ و مارکتینگ و خلاقیت اینا صحبت میکنن. اونا همشون آموزشی هم مباحث. یه سری ویدیوها از من تو اینترنت هست اگه سرچ کنن در مورد محصول خلاق صحبت کردم، برند خلاق صحبت کردم، تو آپارات زیاد از اینا با یه سری جاها صحبت کردم، تو پادکست‌های مختلف هم در این همین مورد صحبت کردم. معمولا تو وبسایت هم لینک دادم مشیرفر.net اگه سرچ کنن، اصلا اسممو فارسی سرچ کنن یا شار مشیرفر اولین لینکی که میاد وبسایتمه. بعد تو لینکدین هم تو بخش تو لینکدین هم یه سری پست‌های آموزشی دارم که طرف اگه دوزارش بیفته آموزشیه میتونه استفاده کنه و به شدت مخالف این جمله هم که پنیر مفت تو تله موشه. اول این که تو از طبیعت هرچی آموزش داری میگیری رایگانه. یه سیب میفته بالا سرت میخوری، زنده میمونی، بقات رایگانه. اگه بگی وقت تلف میکنم، زحمت میکشم، خب تو وقت موقع آموزش هم داری وقت تلف میکنی، زحمت هم مغزت هم به دوگولت و کار میندازی. بس اینو نمیشه گفت. بحث بعدی اینه که عین داستان اون تو سریال فرندز بود، فیبی میگفت که هیچ کار خیری وجود نداره که نفعی برات نداشته باشه، پس آموزش هم رایگان نیست، برای طرف یه نفعی داره. تو یه کار خیر بگو برات نفع نداشته، اصلا امکان نداره. حداقل روحت شاد میشه، حداقل خوشحال میشه، حداقل یه قسمت از مغزت آرامش پیدا میکنه. پس هیچ آموزشی هم رایگان نیست. طرف اصلا شاید عقده دیده شدن داره، ویدیو میذاره آموزش خیلی شاخ میده که دیده بشه. پس آموزش رایگان ذاتاً بی‌معنیه، اصلا بی‌معنیه کلا. پس به این دلایل و اینکه هنرمند وظیفه و رسالت داره برای آموزش، 80% زندگی من اگر کاری مختص پیشرفت خودمه، 20%ش برای فرهنگسازی باید اختصاص داده بشه و من اینو گفتم همه جا دارم. سرچ بکنن در انواع مباحثی که تو رشته خودمه، تو تخصص خودمه صحبت کردن، زیادم سردرد ندادم. من معمولا همه کارام زیر 7-8 دقیقه است. چه پادکستم اصلا طول ندادم داستانو، چون داشت رو موتورم اصلا میرسم، چه ویدیوها، مگه اینکه یک جای مصاحبه دعوت شده باشم که مثلا مثل الان به ساعت نیم داریم آقا موضوع صحبت میشه من جواب میدم. غیر اون همه جا میتونی پیدا کنی. من اسممو سرچ کنم به فارسی هستش، در همون نوشته هام هست، وبسایت هم هست، لینک هم هست و میتونن ازش استفاده کنن در هر موردی. من تا اینجایی که با بچهای مختلف در ارتباط بودم احساس میکنم 15 سالگی سن خیلی مهمیه و سنیه که احساس میکنی آیندت رو بیشتر اون موقع میسازی. اگه تو به یاشار 15 ساله بخوای یه پیام بدی، اون چه پیامیه؟ گفتم حاجی بوره بابای همه، حتی من، راه خودتو برو. اگه بخوای فیلم و سریال و یا اثر هنری یا موسیقی و کتاب بخوای معرفی کنی، چی معرفی میکنی؟ من اثر هنری معرفی میکنم. فیلمم بخوام معرفی کنم، فیلم میتونم معرفی کنم، ولی فیلمایی که من معرفی میکنم نه مفهوم دارن نه فلسفه خاصی دارن. از نظر اولشو اصلا شاید گیشه باشم. من میگم برو بروسلی ببین، جدی دارم میگم، برو حتما بروسلی ببین. با دوبله میخوای انگلیسی میخوای اصلا بروسلی خودش دانشجوی ارشد فلسفه بود.
خیلی عجیبه این آدم، خیلی عجیبه. مخصوصا در مورد مبحث کنترل خشم من فقط این آدمو قبول دارم. میزد لط و پار میکرد. ولی کنترل خشم براش افسانه فلسفه های خیلی جذابی داره. فیلم‌های بروسلی رو برو حتما نگاه کن. شاید مردم بگن کیشلوفسکی نگاه کن، چه میدونم چیز نگاه کن، کلام تمام فلزی نگاه کن، چه میدونم لینچ نگاه کن. نه، من میگم اینو نگاه کن. سریال‌های کمدی میگم نگاه کن، مخصوصا میگم جیم کری رو حتما مطالعه نگاه کن، واقعا مطالعه نگاه کن. سخنرانی‌های جیم کری رو حتما گوش کن وقتی داره گلدن گلوب میگیره، وقتی داره جایزه میگیره، فلسفه‌اش تو برنامه‌های مختلف دعوت میشه صحبت میکنه، گوش کن. اثر هنری من یه دونه بخوام بگم، من میگم که اثر هنری برو کارهای رضا عباسی رو حتما نگاه کن، کارهای سلطان محمد رو حتما نگاه کن، کارهای میازاکی رو حتما نگاه کن، نقاشی‌های شرقی مال قرون گذشته رو حتما ببین. و از این ور من اگون رو خیلی پیشنهاد میکنم همه کاراشو ببینن. بعد کازیمیر مالویچ رو خیلی پیشنهاد میکنم کاراشو ببینن. کت کولبیتس رو حتما ببینن کاراشو. از مجسمه سباستیان بارلاخ رو حتما پیشنهاد میکنم به علاوه جاکومتی. و حالا مثلا تا حدی آگوست رودن رو پیشنهاد میکنم کاراش مطالعه بشه. از این ور هم تو دیزاین مبحث میلتون گلیزر رو خیلی پیشنهاد میکنم که مردم برن کاراشو ببینن و فقط نگاه کنن. همین، فقط نگاه کنن و بشینن میلتون گلیزر ببینن چه کارهایی داشته، اصلا ببینن هنر در گرافیک واقعا چیه. من اینا رو پیشنهاد میکنم برای دیدن. خیلی هم وقت ببره برای مطالعه و نگاه کردن و یاد گرفتن اینها. شاید همینایی که گفتم 1-2 سال وقت بگیره. و کتابی هم که میگم معرفی میکنم برم ببینن، واقعا کتاب تعلیم خط که تو اینترنت هم پر رایگان، اثر حبیب الله فضائلی، اطلس خط اثر حبیب الله فضائلی. این دوتا رو هم به شدت پیشنهاد میکنم که دوستان حتی شده یه بار ورق بزنن ببینن اصلا چه گذشته بر داستان رسم الخط ما، ادبیات ما، نوشتن ما. حتی توی محتوانویس برای محتوانویس ها هم پیشنهاد میکنن. اون موقعی که نیم فاصله ای نبود چجوری رعایت میشد، چجوری نوشتار رعایت میشد. به نظر من حتما اینا رو من یه پکیج کامل خلاقیت اینا که خلاقیت و دیزاین با هم اینا که معرفی کردم، هم فلسفه هنر توش هست، هم فلسفه دیزاین هست، هم رسم الخط هست، هم گرافیک هست، هم نقاشی هست، هم مجسمه سازی هست. درک عمومی هنر بالایی میبره و یه پکیج کامل به نظر من. دنبال چیزای اضافه نباشن. خب به نظر من الان وقتشه یه استراحت دیگه بکنیم. بخش آخر، بخش معرفی موسیقی رو با ستاره گوش میکنیم و دوباره برمیگردیم. دو ضربه پا، یه ضربه کف دست. ساده شاید، ولی وقتی تکرارش میکنی یه چیزی توی قلبت میلرزه. We will rock you فقط یه آهنگ نیست، یه بیانیه است، یه تهدید، یه وعده، یه فریاد. منتشر شده در سال 1977 از گروه افسانه کوین به عنوان بخشی از آلبوم News of the World. نوشته برایان می، گیتاریست گروه. اما چیزی که این قطعه رو خاص میکنه فقط ملودیش نیست، بلکه طراحی آوایی اونه. بدون ساز، بدون ارکستر، فقط صداهای انسانی. بدن به عنوان ساز کوبه‌ای. یه مارش انسانی که تماشاگر رو وارد صحنه میکنه. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place. این آهنگ از همون اول طراحی شده بود برای مشارکت، برای اینکه جمعیت هم بخونه، هم بکوبه، هم بجنبه. هر کنسرتی که از این قطعه اجرا شده تبدیل به شورش شده، شورشی از جنس صدا. فردی مرکوری با صدای نافذش نه تنها میخونه بلکه دستور میده. میگه و تو بدونی که بفهمی چرا سر تکون میدی، کف میزنی و تکرار میکنی.
این آهنگ توی زمان خودش مثل مشت بود. مشت به دیوارهای سکوت، به ساختارهای کهنه. حالا بعد از چند دهه هنوز هم توی استادیوم ها پخش میشه، توی فیلم ها استفاده میشه و توی ذهن ها میمونه. چون ریتم اعتراضه و هر کسی یه جایی یه چیزی برای گفتن داره، با 2 پا و 1 کف دست. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you. All right. بعضی وقتا بعضی از بچه‌ها صحبت می‌کنیم راجع به برندینگ و اینا که دوست دارن شروع کنن برندینگ و اصلا برندینگ یاد گرفتم، بهشون میگم که شما میخواید شروع کنید برندینگو، سعی کنید همه جوانب مطالعه داشته باشید. سعی کنید جامعه شناسی بخونید. حالا فقط جامعه شناسی ایران نه، اگه تونستید جامعه شناسی خارج از کشور هم بخونید. جغرافیا بخونید، تاریخ بخونید. همه چیزایی که احساس میکنید به یک انسان بستگی داره و تمام جوانب برندو در نظر میگیره بخونید. زمانی که وارد یک مجموعه به عنوان مشاور میشید، سعی کنید راجع به اون حوزه کاریشون خیلی مطالعه کنید. اگه کامل احساس کردید بلد شدید، وارد اون مجموعه بشید، کار کنید، باهاشون فعالیت انجام بدید. بعد زمانی که بعد اون کار دوست داشتید کار دیگر بگیرید، سعی کنید تو اون حوزه فعالیت بکنید. اگه دیدید که یه حوزه دیگه است، واسه اون حوزه هم دوباره باید برید مطالعه کنید. تو چه پیشنهادی میکنی؟ و پیشنهادم اینه که حتما به صورت واقعا کاملا علمی بره نوروساینس و روانشناسی رو مطالعه کنه. در حد یک جراح مغز و اعصاب باید به مغز آشنا باشه. من الانم که الانه شاید مثلا مبانی نوروسایکولوژی که دارم میخونم کتابیه که من تو عمرم اونقدر صفحه کتاب نمیخونم. شده روزی 1 صفحه، نیم صفحه، شده مثلا چه میدونم یکی بخونه بهم وایس بده. به شدت به این اعتقاد دارم، دنیا داره میره سمت جایی که باید رو مغز تاثیر بذاری، بهره های هوشی میره بالا، ADHD به شدت داره میره بالا، آدما مولتی تاسک میشن، سرعتشون بالا میره و باید رو مغز تاثیر بذاری. شاید بعدها چیزهای جدیدی وارد برندینگ بشه مثل اصوات، بو و خیلی تکنولوژی‌های جدید سه‌بعدی و اینجور چیزها، هولوگرام. به شدت مغز رو مطالعه کنن، شده پیش دکترای روانشناس، روانپزشک، کتبی که جراحان مغز و اعصاب مطالعه میکنن، اصلا ببینن که مغز چیه، نورون چیه، خارهای دندریت چیه، ساختار مغز مثلا هیپوکامپ چیه، چه میدونم آهیانه مغز کجاست، چه اتفاقاتی میفته از نظر علمی، مثلا خاطره کجا داره ضبط میشه، هیپوکامپ چرا به گوش نزدیکه. یعنی این کله رو کلا مطالعه کنن. یعنی اصلا دیگه ول کن الان برندینگ نمیدونم با قشنگ داره با نوروساینس مخلوط میشه و نورو مارکتینگ، نوروسایکولوژی داره اتفاق میفته. نوروساینس هم نورو مارکتینگ هم بازاریابی عصبی نیست که با ایرانی یا فارسیشو آوردن بالا و اینجوری سئو کردن که تو میزنی نوروساینس میاد بازاریابی عصبی. نورو مارکتینگ این نیست. برین قشنگ مغز رو مطالعه کنین. جراح در حد جراح مغز به نظر من باید بدونین که این دقیقاً دارین کجای مغز تاثیر میذاره.
اگه واقعا میخواد برند بسازی و میخوای علمی کار کنی، یک چیزی رو بردار چیز کن، معرفی کن، جا بنداز. مثلا من سیگار رو ترک کردم، پاد میکشم، جا انداخته شده. یعنی میگه یارو سیگار رو ترک کرده داره پاد میکشه. پاد چه برندیه؟ من 39 سال قهوه نخوردم، 40 سالگی اولین بار قهوه خوردم، برگای یه ملتی ریخت. یعنی خیلی هم میگفتم بیا سفیر برند کافه‌مون شو. خب اینجوری بردا جا بنداز، در حد فامیل، در حد رفیقات، در حد محلتون. اینم تامین عملیشه. جا بنداز اخلاقی تو فلان اخلاقو داره. مثلا دیدی مثلا میگه آقا بابای من خونه میومد تا وقتی که ناهارشو نخورده هیچ حرف نمیزد باهاش، پاچتو میگرفت. این برندینگه. این از نظر من برندینگ. کل فامیلم میدونم. مثلا یا میگن آقا فلان فامیل میگن با این نمیشه حرف زد، این رو پاچه میگیره. این برندینگ از نظر من. اگه بتون اینو جا بنداز. و کار دوم، تأثیر بذار. مثلا برو با مامانت اینقدر صحبت کن که ذهنیت 50-60 سالش رو تغییر بدی. تو یک چیز خیلی ساده، خیلی ساده. این جز اون چیزایی که من میگم مطالعه کنن و موردی انجام بدن، کیس استادی. همونا رو بیاد اینجا انجام بده، همونا رو بیاد تست کنه، نوروساینتیکی رو بیاد تست کنه اینجا. مغز دیگه روش کار، علم داره میگه اینو تغییر بدی، اینجا چه کار کنی، روش تاثیر بذاره روی رو و انجام بده. ببین شد با در اسکیل بزرگ برندینگ کار کن روش. تو بخوای مشاور برند ایجاد بشی چجوری انجام میدی؟ من خودم زمانی وارد مجموعه میشم که یا مجموعه کوچیکه یا اینکه قراره پوست بندازه وارد میشم، سعی میکنم رشدش بدم، دست و پا براش درست کنم و بذارم کار خودشو بکنه. وقتی میبینم که یه خورده رو پا شد میام از مجموعه بیرون و وارد جای دیگه میشم. تو چجوری این کار انجام میدی؟ من وقتی مشاور برندم، آره منم تا یه جایی ورود میکنم و از اونجا به بعد دیگه مثل یه بچه تحویلش باید بگیری، از آب، از چیز تر و خشکش بکنی، از آب و گیر که گرفتی بره کنه خودش بزرگ شه. حالا این وسط اشتباه میکنه، زمین میخوره و دیگه انتخابات بعدی با خودشه. ولی اون ذهنیت اولیه رو بچه رو ساختی، یک چیزی تزریق کردی بهش، مثلا تا 10 سالگی تا 15 سالگی که تربیتی بهش دادی که خارج از اون نمیره. من خودم برندینگ رو اینجوری کار میکنم، ولی رو برند شخصی میگم خب تا ابد اینو باید باهاش برم دیگه. این دیگه خودمم، بزرگ افرادی رو دور و برم بزرگ میکنم، میدم میرم، بچه دار میشم، بزرگ میکنم، میدم میرم، ولی خودم به شخصه تا ابد ادامه میدم تا وقتی که زنده‌ام دیگه. ولی برند رو دقیقاً همین کارو میکنم. خودش به یه جایی از بلوغ میرسه که دیگه خودش بزرگ میشه. حالا شاید این بزرگ شدن بعدش رفت چیز رو خلافکار شد، نمیدونم آدمکش شد یا تصادف کرد مرد، انتخاب خودشه. خب ولی تا یه سنی بزرگش میکنم ول میکنم. یه سوالیه که خیلی‌ها از من میپرسن و دوست دارم از تو هم بپرسم، اینه که کسی که تازه وارد برندینگ میشه چه کاری باید انجام بده و اینکه اصلا برندینگ یعنی چی؟ اصلا این همه صحبت راجع به برندینگ کردیم، کارش چیه؟ مطالعه اولش واقعا مطالعه. من هم مثلا میخوام یکی میگه برندینگ چیه، برند یعنی چی، میگم من بهت یه چیزی میگم، یه کلمه میگم، میگه بگو، میگم جهان پهلوان تختی. حسی که بهش داری برندینگه. حالا اونو چجوری باید بسازی؟ ذهن خودته. روش‌هایی که بهت گفتم، دیزاین بلدی، جامعه شناسی یاد گرفتی، روان شناسی کردی، نوروساینس خوندی، ساینس مغز خوندی، همه اینا رو مطالعه کردی، میخوای جهان پهلوان تختی بسازی، رسول خادم بشه. خب چه کارهایی کرده که به این مسیر رسیده؟ این مسیر یک استراتژیه. تو باید بچینی با ذهن خودت. حالا بچین اون آدم در نهایت جهان پهلوان تختی بشه، هیتلر نشه. و خیلی سخته این. خب من همیشه این مثال اول میزنم برای یارو، خیلی واضح میفهمه چی گفتم. معمولا دوزاریش میفته دیگه، یک زمانی رد شده از بچگی تا اون سن اومده شده جهان پهلوان تختی و مردم بهش گفتن جهان پهلوان تختی، خودش نگفته. خب مردمن که دارن میگن جهان پهلوان رسول خاده، مردمن که میگن جهان پهلوان علی دایی. خب خودش نیومد تو وبسایتش بنویسه من جهان پهلوان فلانی هستم، یا همه جا معرفی کنه اسم شما چیه، جهان پهلوان تختی هستم، جهان پهلوان رسول خدا. مسخرت میکنن. خب این چه اتفاقی افتاده که مردم اینو بهت گفتن و انقدر دوست دارن؟ چه اتفاقی افتاده که تو بانو هایده شدی که خودش به خودش نگفته بود بانو؟ تنها کسی که لقب بانو داره هایده است. کسی که خودش به خودش گفته این رو باید جا بندازی. این میشه برندینگ. حالا از هر راهی دوست داری برو. هیچ قواعدی هم نداره، هیچ کتابی هم براش نوشته نشده،
کیس استادی مطالعه موردیه، باید بری آزمون خطا کنی، ریسک کنی، خراب کنی تا بهش برسی. زمانی که با بچه‌ها میشینیم صحبت میکنیم راجع به برندینگ و اینکه چه کار باید انجام بدید، من یه مثالی میزنم. اینکه شما اگه قراره یک محصولی رو برندینگ کنید، حالا پرسونال برند جدا، من یه محصول رو در نظر میگیرم. قراره یه محصول رو در نظر بگیرید و برندینگش کنید، اون رو روی کاغذ بنویسید و ویژگی‌های مختلف اون برند رو بنویسید که چه ویژگی‌هایی داره. مثلا گوپرو که کوچیک، قابل حمله، میتونید توی ورزش استفاده کنی، کیفیتش اینه و و و و. یا مثل اون گوشی جلیس که تو جیب راحت جا میشه. تمام این چیزها رو براش مینویسی و از یک دیدهای مختلف نگاه میکنی که ببینی که چطور میتونی اینو برندینگ کنی. داشتم یک کتابی میخوندم راجع به برندینگ، این که میگفت که شما وقتی میخواید یک محصول رو برندینگ کنید، باید اینو در نظر بگیرید که مشتری همیشه یک قهرمانه و اون قهرمانی که خریدار اون محصوله. توی فیلمنامه‌نویسی یه چیزی هست به اسم کهن الگو که برای اینکه یک داستانی رو روایت کنه از کهن الگو استفاده بکنه. چه جوریه؟ شما یک قهرمان رو در نظر بگیرید که دچار یه مشکلی میشه. حالا ممکنه مشکل با طبیعت باشه، ممکنه مشکل با فرد دیگه‌ای باشه، یا ممکنه اصلا مشکل با خود فرد باشه، با خود خیشتنش باشه. برای اینکه به پیروزی برسه به یک سری از وسایل یا راهنما نیاز داره که این قهرمان رو باعث میشه پیروز بشه نسبت به اون مشکلاتش. برای اینکه شما بتونید برندتون رو بهتر برندینگ کنید، باید اینو در نظر بگیرید که برندتون یک راهنما یا یک وسیله مهم برای قهرمانتونه برای شکست دادن مشکلاتش. مثلا من یه مثالی میزنم به بچه‌ها که اگه همیشه دقت کرده باشید، مثلا کفش نایکو، کفش نایک یک فرد و یک قهرمان، یک دونده را همیشه در نظر میگیره که در حال سختی کشیدن، در حال ورزش‌های طاقت فرسا، در حال تلاش کردن، در حال قهرمان شدنه و یک وسیله‌ای هست که این قهرمان رو کمک میکنه که به اون قهرمانی برسه، به اون پیروزی برسه، که کفش‌های نایکه، که لباس‌های نایکه، که زمانی که اینو میپوشه باعث قهرمانی اون فرد میشه. یا اپل، اگه تبلیغات اپل رو دیده باشین، همیشه یک فردیه، یک قهرمانیه که دنبال یک تکنولوژی، دنبال راحت کردن کارشه. یعنی شما تبلیغات آیفون رو میبینید، یک گوشیه که کارهای اون قهرمان رو راحت تر میکنه برای اینکه زندگی روزمرهش بهتر بشه. من این سبک رو بیشتر علاقه دارم که داستان سرایی بشه، قهرمان سازی بشه و راهنما سازی. تو چجوری پیش میری؟ ببین من خودم شخصا موافق کهن الگو نیستم. دلیل، کهن الگو همون چیز دیگه، طرف خودش بیزاره جای قهرمانه، من مجیشنم. ببین تو کنار کهن الگوه داری میری، دستشو گرفتی داری میبری دیگه. خب میگه اینجا این مدیری اون مدیری، مثلا بگه این کارو بکن، داداش بیا اینو بزن، داداش بیا این جادو رو بکن. خب ما دقیقاً میریم تو قالب این که من خیلی شاخم. خب به درک شاخی اصلا طرف نمیاد سمت شاخه، خب نمیاد اتو ضبط میکنه در مقابل تو. خب دقیقاً من همیشه مثال میزنم، مکدونالد کاراکترش دلغکه، خیلی جالبه ها، دلغکه یارو. بعد به این جسارت و برند واقعا این آدم دلغکه، میخندونه، جفتک میندازه وسط خیابون، کاراکتر اینوری براش مهمه دیگه. من اومدم به تو حال بدم، تو خیلی باحالی، خیلی مشتی هستی، دمت هم گرم، من مثل تلخک دربار، تو شاهی من دلغکم. که اصلا کینگ برگر هم اومد روی این اسکی رفت، یه آگهی استخدام زد، گفت که برای یک شاه کار کنید نه یه دلغک. آگهی استخدامش این بود. خب خیلی ببین این یعنی رقیبش هم فهمیده که شاه یکی دیگه است، تو دلغکشی، به داره حال میده به طرف. خب که بعضی جا میخندونه، بعد سوتی هم بده، من دلغک دیگه یارو، گندم بزنه یارو دلغک دیگه. احتمالاً من نتونستم ازش کار بکشم. ببین چقدر قویه. من به خودم ایراد میگیرم، میگم یارو دلغک دیگه، یارو اسکول نمیفهمه. من شاید نتونستم درست ازش کار بکشم. تو الان اگه بی ام داشته باشی وسط جاده خراب بشه، میگی یا ابوالفضل چی رو زدم خراب شد، چی رو زدم. ولی پراید باشه میگی باز چه شد. ببین خیلی فرقه با این، خیلی فرقه.
اینقدر خوب جای انداخته، میگه من نتونستم کاری بکنم، یعنی من سلطانم، من شاهم. خب یاشار جان خیلی ممنون، به نظر من پادکست خیلی خوبی بود، تونستیم حرفایی بزنیم. من خودم شخصا ازت خیلی چیز یاد گرفتم و امیدوارم قسمت‌های بعدم بتونیم بازم صحبت کنیم و چیزای بیشتر یاد بگیریم. خیلی ممنون. این کیسین این کیسین شیرین و زیبا آمده سرمستون علین در بغل در خانه ما آمده خانه در و حیران شده اندیشه سرگردان شده صدقلو جانن در پیش بی دست و بی پا آمده این کیسین این کیسین شیرین و زیبا آمده چرخ و زمین آینه ای از عکس ماه روی تو آن آینه زنده شده و اندر تماشا آمده این کیسین این کیسین شیرین و زیبا آمده چرخ و زمین آینه ای از عکس ماه روی تو آن آینه زنده شده و اندر تماشا آمده این کیسین این کیسین شیرین و زیبا آمده ای بدن آتش بینا آتش چه می جویی زما والله که مجرس و دها والله که مجرس و دها ای ناگه اینجا آمده این کیسین این کیسین شیرین و زیبا آمده کیسین این کیسین شیرین و زیبا آمده این کیسین این کیسین شیرین و زیبا آمده. اگه از این گام فقط یک چیزی یادمون بمونه امیدوارم این باشه: خلاقیت یعنی دیدن، نه فقط ساختن. اگه درست ببینی
حتی یه مسیر سخت هم میتونه تبدیل به جاده خلاقیت بشه. ما تو جاگام دنبال همین رد پاها هستیم. تجربه هایی که به کارمون میاد. داستان هایی که واقعی هن و آدم هایی که الهام بخشن. اگه این پادکست رو دوست داشتید حتما به دوستاتون معرفی کنید. اگه کسی تو ذهنت هست که فکر میکنی حضورش توی جاگام شنیدنیه به همون بگو. یا حتی اگه خودت دلت میخواد بخشی از جاگام باشی خیلی خوشحال میشم با هم حرف بزنیم. جاگام جای پای تو هم هست. از طریق شبکه‌های اجتماعی یا ایمیل همیشه در دسترس هستم. این پادکست از تمام پادگیرها قابل دسترسه و اینکه تا اپیزود بعدی جاپاتو محکم بردار، شاید یکی پشت سر تو راه بیافته. تو آینه شکسته خودم دیدم، یه دنیای مترسک که من جنگیدم، نورا در گریه پشت شیشه ها، یه کابوس که بیدار همیشه ها. ساختم یه پل از سایه به خورشید، بزن به زیر بارون کوچه های غمزید، ساعتا وارونه میچرخن بی صدا، زمان از دستم فرار کرد بی وفا. یه سور عالی عجیب تو ذهن تو، صداهای مبهم مثل سوزه شب تو، گریه های ماه زیر ابر سرد، یه جهان پر از رازه که کسی نفهمید. تو خطوط کتابی که خونم میکنه، اسرار پنهان حقیقت میشکنه، نقاشی و دروغه توش گم شدم، یه مارپیچ تاریک که اسیر شدم. ماهی آواز میخونن توی که به صبح نمیرسی. یه سور